خدایا برش ما را سلام و درود کشون انچو که دیوانه مهمانانی که آت که گنجه حالا بهر زورته منتوار سلام و درود بانوک سبت رو باشد کشون دیوان مروی چی BHRG دیوانه BHRG بلوچستان هیومن رایتس گروپه و دیوان سرحال چمشان که چه جهد و لوٹانه که BHRG های مدت های کارانی کتگن چی لوٹتا و چه جهدانی کتگن تیه پڑا که در رابطه با او و بشر که او بشر بلوچستان این کاران امتحاس بلوچستان ہے که جغرافیتا که چه اتفاقانی کبتا و گزارشانی که دن نداد همه کارانی که دن نکتگانته می گیشتریم سرال مرچی گپ و همیشی سرابیتین که می جز خورسا همی هم باروند مهربانی ملک پیش از اینکه دیوان بونگیج بود به طور رسمی من یه مقدمه در رابطه با مسئله حقوق بشری که در رابطه با بلوچستان هستی به طور کوتاه گوشن که بجاد زمانی که سازمان های بین المللی مرتب ایرانش محکوم کد در سالهای گذشته بلوچستان نامش هیچ نگفت، یعنی هر سری گزارش در رابطه با محکومیت ایران یهد ادام بلوچانی نام گرگ نبودن. البته عربای نام یا کردای نام هم هورتن بله بلوچ په گارتن. بعد ما متوجه بودیم که کسانی که گزارش دهند در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران شان کلان بلوچان ها هور کنگ نهند، یعنی گزارشان یک در رابطه با ایرانی ها اگن کلان بلوچانی نام و نشان هور نهند. بعد به این نتیجه رسیدیم که ما وقتی با جداگانه گزارش تهیه بکنیم و این تصمیم معمولا گرگ بود که در واقع ناصر بولیدی باز جهودی کو که در رابطه با نقض حقوق بشری که در بلوچستان هستیم یک شروعی کو با گزارش تهیه کنند در رابطه با مسائل مختلفی در بلوچستان هستن و یک گزارشانی به طور مرتب به جاهای مختلف دیم دادن، سازمان عفو بین الملل بگیر تا البته شورای حقوق بشر در آزمان نیستد، بعد تا پارلمان اروپا بگیرید، تا کنگره آمریکا بگیرید، تا سفارت های مختلف و حتی سفارتان کشور اروپایی که داخل ایران هستند یک گزارشان در آزمان دیم دیگ بودند. بعد یواش یواش به همین شکلی فعالیتانی که در رابطه با نقض حقوق بشر شروع بودند کم کم بلوچانی نام معمولا گرگ بودن تا گزارشانی که آقا معروف ترین گزارشی که سازمان عفو بین الملل در سپتامبر 2007 داد یک گزارش مفصلی در رابطه با نقض حقوق بشر در بلوچستان است که به 3 زبان منتشر بود، یعنی بلوچی، فارسی، انگلیسی. یک گزارش بسیار مفصلی است و چه بعد معمولا هر زمانی گزارش یهد طرف شورای حقوق بشر معمولا بلوچانی نام هورت کم کم هور کنک بودن، ولی در شرایط فعلی ما شوگنده که گروه های بازین چه بلوچان در رابطه با زمین حقوق بشر فعالند و فعال بودند باشیم بازین واشین کاری بخصوص BHRG بلوچستان هیومن رایت گروپ که بازین جهد و فعالیتی کوتاه به شکل تخصصی در واقع کار کردن و کارش کوتاه و تا حدودی نتیجه هنگرک بودن در رابطه مسئله بلوچان مطرح بوده و سری کارهای تکنیکی تخصصی کنگان و کتگش که بشیم باز به نفع بلوچان تمام بوده در رابطه با نقض حقوق بشر. و په همین خاطر شپی ما دعوت کتگان چند نفری که بیان در رابطه با همه نقض حقوق بشری و کارانی که کنگند
در رابطه با مسائل بلوچستان و تی گزارش و خبرانه بکنند. به همین خاطر یه دیوان معمولا در همین زمینه اگر البته بشه که مروچی گروپی معمولا کار کردن در این رابطه مسائل حقوق بشری معمولا مسائل پیچیده یا شانه که معمولا زمان گزارش تهیه کنند چندی منابع هم و تی گزارشان چک کنند پدا هم آنی که گزارشان لوتا هست چندی منابع و تی گزارشان هم چک کنند که چینچو صحتش هست در این زمینه. مهربانی. سلام و درود کشون پدا یرنده بانوک سواترا و هنچه دیوان نندوکانی که هستند برو ما بلکت مایک بچوید. سلام و درود به همگی. ببخشید من بلوچی زیاد واشنه باز واشنه بلوت این فارسی و بلوچی من زانو با هم امیدوارم بتونم چیزی که لطفاً باشم شما بفهمید مثلا بزانی من لطفاً باشم ببخشید دیگه ولی لطفاً من کمک کنه چون مثلا بعضی کلمانی که مثلا تکنیکال بقول انگلیسی هم نزانم مثلا چطور به بلوچی باشندش. من شخصا وقتون کنار ژنو زندگی کنم بعد چون من نزدیکم به سازمان ملل من به اصطلاح قبول کرده که وقت BHRG کار کنم بعد وقتی مثلا Human Rights Council همین مزنی دیوانی که پهکی هاین تمام ممبران عضوانت سازمان ملل یا نندن بودن بوده چند بار ربطه خبرون کرده در مورد بلوچستان ساید ایونت شام به اصطلاح نزانو به بلوچی چطور بشم تونو توضیح بدم شم تا اتاقای مثلا تا سازمان ملل مردمان جمع با از قبل برنامه ریزی بید مثلا که یه خبر کن بعد رپرزنتیتیو های کشورهای مثلا UN یا همود مثلا گوش کنم چند بارم بوده که مارش دعوت کرده BHRG رابطه یعنی سال‌هایی که BHRG رو ای ساید ایونتا شرکت کنه خبر کنه در مورد وضعیت بلوچستان بعد تونو باشو مثلا سپتامبر شروع زن زندگی آزادی جنبش زن زندگی آزادی من سعی کرده گشتر فعال ببون گشتر برون تا ایونتا در واقع من احساس کنم بعضی موقع تنها چون دیگه متاسفانه هیچ که دیگه نی نزدیکا بله آدگران سعی کنه هر موقع که تونم بیاین کمک کنه و ایونتا به نظر من سک مهمه ما گشتر باد فعال ببین تا ای سازمان ملل گشتر باد نام بلوچستان هشکنک ببیده مثلا زی منو ناصر بولیدهی ما وقت سپیشل رپورتر من نزون به نام بلوچی چطور بیته خواستین گزارش هم اسپیشل رپورت هم جاوید رحمان مار جلسه بوده بعد وقتی هم گوشی من گیشتر لوچومت بلوچستان چون وقتی هم اصلی پاکستانی گوشی من گیشتر لوچومت بلوچان کار کنم شما این شرایط سک خرابیم باد گیشتر فعال به فلان و فلان دیگه گشته بعد ما هم گوشه حتما بعد کلی مثلا اطلاعاتی لرته ما باید برین گشتر تحقیقات کنی اطلاعاتان باید جمع کنی رپورت گزارشان باید بنویسن دیم بدیم پری آیم دیگه نندی په گزارشانی که ما دیم داته پری جمع کردیم بعد یه گزارش در کلی نویسی قبل از هر UN کانسلی هر سال هم 3 دفعه UN کانسل هستیم بعد شیام دانت مثلا به پرزیدنت به من نزانم به بلوچی چی به پرزیدنت همشی که دیگه مسئول همین مسئول پرزیدنت مثلا دیگه همانی دات پارسی مثلا دقیقا بلیشن که مسئول انت بوده دقیقا بعد شی اولین بار این که مارچ که اقلیت ها ethnic minority اقلیتی ها مثلا در مورد کردستان و بلوچستان دو قسمت هردو که قسمت
در اصل ولی حداقل مطرح بود دیگه. به قول انگلیسی ها it's a good step in the right direction. یعنی گلاش کار کن سعی کن که گیشتر در مورد شرایط بلوچستان و مثلا کردستان و اقلیتیان دیگه گیشتر مطرح ببیتیم. دیگه ما هم خبر کو که مثلا چه کارانی متونیم بکنیم. بعد آیم گشت من سعی کردیم گیشتر بنویسی در مورد شرایط بلوچستان و دیگه من از اون دیگه چی بگوشم. اگه سوالی چیزی بیبیته من خوشحال بوم بتونم جواب بدم. سلامت باید تو باز واش گوشتن تو شهری سرایینی روشن کوتی مثلا و شنکتی بلوچی هم تر بگوشم که ساک شهر چیزی بلوچی هیچ دابن الگش ما نیستی و مرسی. نه هیچ کسی دام بلوچی 100% نمیزانه که مردانی که وعده که دیگه مثلا می کشو که رمضان کنچه فرنگی که اصلا غالب بیتا پزورین و گودا مردمان زبان 100% از زبانان توکا نزوری کیتیم بلی نزوری ما هیچ مچارن و همشه ما شما کوشش کنه و تی زبان شهر بکنه و تی هم که اوغی هستن که بنیادی ما شما چطور بگیرنی و هنچو هم تو که همی وقتی گپان تو واشت که ما یک رای پرتگایم ما شما دقیقا رایی که نزانی بازی مشکلاتی که هستند و زبانی و کارانی که حقوق بشری گرانی من جوستشن چطور که تو هنی گوشتی که جاوید رحمان واسه گیشته فعال به تو شما گیشته ای کاران که مثلا شما فعال بیاگه ضرورت و ما هم گشته بزانه و طبیعتا مزانه که مرد یعنی اشانی که سازمان های حقوق بشری هستن دنا که هستن و نهادانی که هستن مؤسسانی و آدابا که یعنی بلوچ سرا ظلم زور یا جبری بیاگه اندازه سرپدی نیستین و نزانگانت و یکیشن که مزانگان قوادم مثلا از ظلم مضاعفی هستن و ستمی هستن که میسر بهگین و شکل بلوچ مردم چو گستا دارگ بیتا یعنی گستا منظور شکل یک کرا برگ بیتا همیشه یعنی جنگ بیتا سرکوب کنگ بیتا بودا مثلا ما بچاره مثلا بازی مشکلاتی هستن یعنی شکل تو یه جایی که بلوچ رای پچ کنه هنگی دنیا سواد علمی بودا مزانه که بلوچستان مردم په دانشگاهی په یک مکتبی بیتی که رام پچ یعنی و تا بیاری بیا جای برسینی بزانته باز واد یعنی بارتن طول کشی و آزانت نیست مردم برای توت راه بپرتن بله این مدت شما که آت که ایدان انی که یه کارانی که دیما برگاه په شهری هم رواگان تا وتی کوشان کنگاه مثلا یه دیگه همی که سنگتانی که مروچی ما دعوت کتگن اشان کن انی جاوید رحمانی من گپا بلوت تو که گوشتی گشتشون انی چه تیمی هسته که تو اشاره کد که وجه ناصری و دیگه کسانی هستن که گوش ما یه تیم کار کنه BHRG که این گشتی مسائلان دیما بره شو تیم تو که هستن کسی دیگه بازی این کسی هستیم بعد فکر کنم ما پهکم گلوشه هر چون ما په مثلا کار کنیم مثلا زندگی هم سر این شروع بله چیزی که ما تونه هر چی که تونه مثلا انرژی هم بیتن تونه نیرو برلن تا BHRG نویسگان گزارشان و شان ما په گلاشه سعی کنه مثلا منیر جان هسته اشکان هم هست اشکان بندیم کمک کن از لحاظ مثلا گزارشانی که به انگلیسی باد مترجمه بم دیم داگ ببن پهک دیگه به انگلیسی بی سکیل مار پهک یا مثلا یک نزدان چطوری گوشم به بلوچی ببخشید یک توانایی هسته که ما پهتون مثلا یک چیزی یک کاری بکنه که کمک بکنه بعد من فکر کنم گلاشه کار مهمی دارن گلاشه کنه مثلا هر ماه رپورتانی که نویسه بنشان دیم داگه بن به جاوید رحمان و دسترسی هسته فعالیت بازه ما په گلاش نیرو هله بله با کاران سک بازه یعنی حداقل ما 2-3 برابر گشتر لازم مردم ها گور ما مثلا کمک کنه ما را یعنی کار سک بازه مثلا گزارشانی که باید نویسک ببن اطلاعاتانی که مثلا گشتگیش ما باید جمع کنه اصلا دیگه نظام چی بشون یعنی واقعا گشتر کمک لازمه دقیقا
شنکه تی ریکوست شند از بندی که گشته کمک گشته مثلا نیرو آرگ بیتین که اینش می پتانسیل کار گشته بیتین و تی گروه من جوستشن که ماش ما همین دیوانی که نشتگم برای ماش ما درو بلوچه و درستگیم بلوچ ما یه دردا ماره گاینه که ما چی ما جنگو و سرکوب بیاگایم برای این دالچار بیاگم به هر طریقی گورا تی لوت یا دزبندی اما ریکوست چه مردمان چه بلوچ راجع چی هند که تو مثلا چه اندازه کمک و کجان زمینش مار گشته اما احتیاج گندگاهش ما ضرورت گندگاه که ببیتی دقیقا همی همشی که مثلا هم بستگی بکنه با BHRG چون در همین مثلا پلتفرم سازمان ملل BHRG این که واقعا مردمان زانه مثلا که ما به اصطلاح گلاش صدای بلوچانه بعد سگ مهمه که آیانی که تا بلوچستان هم بخصوص آن که مثلا اطلاعات هسته هم بستگی مثلا گونما مثلا ما رو کمک بکنه در تماس ببن بعد کمک مثلا کلی علا اطلاعات ما باید جمع کنه در مورد زاهدان همه اتفاقی بود خونی جمعه خونی زاهدان مثلا ما نزان اطلاعاتانو باید کسانی که تا بلوچستان هم گشتر دسترسی شبیه اطلاعات واقعا تونن کمک کنن ما را. بعد مثلا ما چند تا گزارش نوشته در مورد زندانیان مثلا 2 تا گشته مثلا نوشته شان داتا جاوید رحمان هم گشته که من رو و representativeان مثلا ایران این نامان این شخصان تونو اصلا بگوشتونش مثلا این شخص مثلا شی و شی و شی این اتفاق متن این روچان و مثلا ای مثلا تا ای زندانه ما لوچن شرایطش بزانه در مورد بعد شی وقتی زانه احساس کنم من فشار یاری به رپرزنتیتیوان ایران که بعدم آنان هم زانن که بلوچان هم یه صدایش ها مردمان چون من فکر کنم بلوچانش این که اذیت گلاشه کنن چون فکر کنن هیچ کس مردم نیستین که صدای بلوچان یا بقول انگلیسیان hold them accountable مثلا بگوشن که مثلا این شخص کجاین پچی مثلا شما تا زندان کرده پچی اعدام کرده بعد این نکته هم که سگ مهمه که من همش دو برن که وقت جاوید رحمان دیستم شکن که مثلا کارت شناسنامه اصلا باید که چوکی به دنیای بلوچستان سگ مهمه که باید نزان چی گوشم کارت شناسنامه شناسنامه دقیقا کار شی اصلا بعدی تبدیل به کلی دیگه مشکلات زندگی و فکر کنم ماشو پهک زانه به عنوان بلوچ زانه مثلا چه مشکلات بعدی هم بعد تحکید ما کورتم وقت جاوید رامان که شی باید واقعا سری باید کار کنه ببیته که وقت ای رپرزنتیتیوان ایران باید بگشه مثلا ما چه کارانه واقعا شما دوچه که مثلا امضا کرده که عضو سازمان ملل ببه مثلا این نکته سگ مهمه خب شما چطور تونه ملت بلوچ کمک کرده که این مشکل رو حل بکنن چون واقعا شروع کلی دیگه مشکلاته حالا امیدوارم چیزی که بلورتو باشد تون توضیح بده من تو سعی واشی سر توضیح داده ای چیه مبی که تو پریشانت بلوچی نه سعی شهرن و من پیسرم گوش در شاه باشن که یک مردمی ادام متولد ادام پیدا بیتا و این ملک تو کار رسته و مزن بیتا و بلوچستان مشکل و مسئله و جنجالان گموار و تزانگن یک این تر شاه باشن یا پشت شاه باشن بازی مردانی آت که اصلا نیت همی بیته چه ملکا در آت که بله ایدان تزانه موقعیت شرایط مردمان کاری وضعیت هنچو بیتگن که پاکی چه چیزی که ارو جنجالان بیتگن مشکلات فراموش بیتگن و کار دنبال کبتگن تو یا و روزگاره به هر دلیلی برال آداب کلورتگه یا موافق نمیتگن برال نیمون بازن
ایشین که تراشا باشه تو یه چیزایی تو چه که اصلی کاری که تو دیما برگای ودن تو سگ حرفه‌ای تو کارا دیما برگا و سگ شر دیما رو وگن تو چیزی که ودن که هنی سازان ملل یا دنیای مثلا که ما شما که ادان که غربا که و ما شما را ضرورت این که مثلا زبان بسکن و زبان های دیگه بسکن و توارش تو برسین تو یه توار رسین نگاه په شهری سره و برای یه چیزان باز این چیه نلوٹیتی که مردم ما شما گشته چه او ودن برای دیگهشون که تی میار نه تو ودن پیدا دیگه آدم که بلوچی که یکی بلوچستان گپ جنته این آی دیگه و شرطر بلشین که تو وتی کار آدم واشیدی ما برای دیگه منی جوسی هم چطور که انی یه گزارشی که انی تو نام گفت که در رابطه با شناسنامه تنها یکی که سازمان ملل شما یه گزارش رپورتان دیگه یا هم که دیگه انچه اینستیتوت هستین یا مؤسسه که شما بود هم آیا هم یه انترست هستین که یه گزارشان که رپورتان بزیرند و آن سر کار بکنند. من شخصا نزانم، من فقط در مورد سازمان ملل زانو که شان حتما رسم به دست آیانی که تا سازمان ملل شاید من نزانم بلکه مسعود جان دانه تون شما رو بگشی من نزانم گشتر فقط زانو سازمان ملل هسته بعد آیانم استفادهش کنم به همین گزارشانی که نویسم به همین کانسلی که پهکی آیم جنب به جلسان همین سازمان ملل مزنین جلسان که سه دفعه در سال هستن. سلامت باته و جناسه که رواشات گوشم تی باز منتوار که تو آت که بعد زور تو عاده داد و جناسه اگر گپی هستن و چیزی تو یه سوالی و یه بار و تر یک چمشان که داد کنه و اگر ما رایم وجه مکران نمیگه و پدرندگی بانکو دیگه کسانی که هستن جهلم دستبندی کنم واجهانی و بانکانی شما توانه بیای برزا و دست برز کنه و جوس برسی هستن و گپی شما کتی کنیم برای دیوان دوستانه و اشن که دیوان جوس برسی دیوانی بازی نه که یعنی یکی بیتی یه موضوع سر 20 دقیقه نیم ساعتی گپ بجه برای ما دیوان مروچین جوس برسی دیوانی و بیه چارجی و تی کارانی که انجام دهگین که دنا شانی بار و جوس برس بیته سلامت باته و جناصر مایک فری سلامت به تو مهربانی و امیدوار باز ببخش من متاسفانه نتونستم اولا بر بگیرم که من دیگه که برنامه تلویزیونی اتومات شرایطی که نگاه ملکا هستین که مردم متاسفانه درگیری هم بازن ولی به هر حال باز آخری خبرانش کتن که سواجان گپات و باران من خلا با سبب بوده باز شهرین کار کنگین با چیز بشی که تا ژنو هم نزدیک انتنو بیا شکل طرف بیا شارژی کار کنگین تا میدا وای بوده گو منیره و دیگه کسایی که دیگه بودن تو فعالیتش کوته و نمیدا واجه مبین بوده و دیگه کسایی دیگه که در رابطه با بی چارجی منصور بی باکو حالا از اون شپی قرار بوده که گشتر بیانتین ولی خب حتما مشکلاتی پیش آتا نه احتمال ناصر نوادسی هم به هر حال بی چارجی فعال بوده ای تو هم تماسی گرفت که مشکلی هستند و کلاب ها و سندان اشتراکا که بعد دانلودی کنگین بشه قبول نکنید تا دلیلی چیه ولی به هر حال آیه تونتیت گزارشی داشت سما ابتدای آیه ور بوده و نادکنگا بلوس بی چارجی گا و بلوسان ورو بشر بلوچستان گا وانچ گوشک بود تنیگان خوب مثال بلوچستان عمدتر بودگند گشتر دنیا توجه کنتید گشتر پیسرتر خوب مواد شخصا باز فعال بودن در رابطه مسائل حقوق بشری تا ژنوا و یا تا جهان دیگه بل خوب هنگان دیگه کسایی هستند فعالند مثلا بی چارجی و دیگه کسایی که به هر حال جوانترند و هنوز گشتر تونند کار بکنند و تا یه زمینه هم فعالیت کنند و من خیلی سکی شهرین چیزی هست چون گوشگوت مطمئن سبایی توضیح داده گند که هنگان اطلاعات گشتر پکارند خاص در بلوچستان ها و یه اتفاقی که زاهدان که چیزی که مثلا اروپای اکانتبلیتی چیزی که هم خوشبختانه هر هفته هم تا زاهدان مطرح بیتین تا وقتی که واجه مولوی عبدالحمید گپ جانتین تی مسئله مطرح کردند که این مردمانی کشک بودگان تشانی وضعیت روشن کنگ بی پارچی کاری بوده و ایشی که کسایی که گرگ بودن ولی حکومت گوشه ما یک دو نفر گرفته و حالت شما شد روزانی که انچی مفتی خبران اشانی باره خوب اطلاعات گشتری مردم باید جمع آوری بکنن بداتین سازمانان بین‌المللی چوش یک
اگر مثلا نسل کشی حساب مبیتین تیوتی تنها ولی یک مثلا بر توکش جنایت بر علیه حقوق بشر هستین که اگر مردم بتون شدیمو بارتین و مسئله شری سر مطرح بکن با توجه به انواع ارتباطی که بی چارجی هستیم و همین طریق یو ان پی او مثلا خب مسلما تجربه یک تا یو ان پی او هستین تماشا بلوچستان فعلا نیستین با توجه به کارانی که بوده از بین المللی کاران دیگه آیا هم کمک کنند که شما مردم به شکل مطرح بکنند که مثلا چیز حقوقیش ببینید مثلا جنبه حقوقی و توانمندی حقوقیش ببینید و یه سکی شهرین چیزی که شما شما بتونید گشتر جمع بکنید مطرحش بکنید تا سازمان ملل و وقتی مسئله بلوچ خب اگر ما بتونیم مثلا به چه هنگام اطلاعاتی که مردم هستین البته دقیق نیست خب مردم باید گشتر تحقیقات بکنند چی که بلوچستان تو که هنوز جمعیت جنینان تقریبا 60 تا 60% نسبت به مردینا و دلیل مشخصا یکی کشتاری که بلوچستان بیتن سوختبرانی تا تصادفانی که بلوچستان بیتن دیگه چیزان یک وارد بتون شان به شای سرا توجه بکنید تا مثلا از بین المللی اما چیزی که اکانتابیلیتی شان جمع بکنید سازمان ملل تحویلش بداتین یتونن آینده یا به یک شکلی مثلا یک گورسی بکنند این مسئله سرا و هنگام با توجه بشی که تمیتا کنگوشت که مثلا بی چارجی رابطه خیلی خوبی هستید با سازمان ملل و دسترسی خیلی خوبی هستید تشتونه اطلاعات دقیق مستقیم رو تحویل بدهند و به زبان انگلیسی ترجمه کنه من تا جایی که مرد به دست رسیده و همه دابا کمکانی که یو ان پی تون بکنتین اگر مثلا بلوچانی که هستند بتونه اطلاعات گشتری راجع به کسایی که جنگ بودن کشک بودن فرق نکنه دلیل اعدامانی که بودن خواست زاهدان و خاش را تا این مدت مردمان گرگ و زندانی و یا کشک بودن تپیک بودن چند چی کنه بانتین دیما برای گوان یه باز کمک کنه حالا متاسفانه ما شو زانید که مردمانی که کشک بودن یا زندان بودن شکنجانی بودن مردم کاری کرد نگم و تی رژیما بله خب اساس شد که باید نشان ثبت کنه گوانته شان باید نویسه گوانته شان باید یک روزی په حساب کتاب واسطه کارمرز کنه با چون مردم کشک نبودن هرچی مفتا بلکه شان یک هدفی بوده و شی که آنی هدف پورا کنه بیتن یکیش طریقانی همشیند که ماشوا بتونه شانا سازمانان بین‌المللی ثبت بکنین ولی اطلاعات دقیق لوتند که مثلا طرف گرگ بوده چه روچی گرگ بوده چطورکا گرگ بوده اگر تا زندانیت اگر به اصطلاح کشک بوده کجا چه کدی چه روی چه کشک بوده تمام اطلاعات با دقیق بباته به شکل مشخصی مثلا شاه انجام ده یک منتن که بتونن چشان استفاده بکنه تو سازمان ملل شان پدا خوب به ایران حکومت اگر چه ایران حکومت ظاهرا بشید ما گزارش کشان ویژه نیرو ولی خب مجبورین جوابگو بیتین چون عضو سازمان ملل نمایندگی هستی تا ژنو نیویورک بیا شکل مجبور بانته و شان بنیندن رو جوابگو بانته و این سک شرایط که شما اطلاعات دقیق بدین ما وقتی خب یه تجربه هستید مثلا سال 2010 و 2012 که بازین بلوچ کشک خاصم بودن پد زاهدان 700 نفر دستگیر بودن اطلاعاتی که ما دادن به صاحب گزارشگر ویژه و اتفاق شما تشکر کو اطلاعاتی که شما دادن سک دقیق بوده و دولت ایران چون سازمان ملل واسه سک مهمه که یک خبری هم دروغ مبیتین اگر دروغ بیتین تا این تمامی مثلا اعتماد در کشور بشه که نه یه باش به راست نه دیگه هم راست نه چون کشور دیکتاتوری هم دیگه و کسی که دتون خبر اصلی بکنید سک مهمه که خبر سک دقیق بکنید یعنی هیچ خبری تو که هیچ لوگیشی مبیتین اگر مردم این مهم هم نه که مردم اگر بری هسته 100 نفر جنگ بوده یا 100 نفر گرگ بوده مردم اطلاعات نیستن چون ما رو ما گوشیدیم بلکه اگر 2 نفر اطلاعات دقیقی هسته هم دوم بهتره که بداته به شکل دقیقی که بتون تا اصل موضوع خراب کنه ما بیتین چون این مهم نه طرف 2 کشک بوده یا 100 کشک بوده خب 100 کشک باز مشکل ترین با شما به طور شکل درو مشوا انسان درو برای چه خانواده هم این مش میگه ولی خب اصلش این که شما باید مردم سازمان ملل خبر کن تا بعد مسئله حقوقیه شان دقیق انجام ده باید چون بعد پروسه هست تا سازمان ملل یعنی به چیزی که سازمان ملل تحویل ده ژنو به نیویورک روتین نیویورک بعد مجمع عمومی شورای امنیت روتین و مراحل مختلفی هستند دید و شان خب اگر قرار هم تبدیل به اصطلاح یک حقوق سیاسی و بنت یک کاران حقوق بشری با توجه به شیکا مردمانی که کاران کنگن و تو حقوق اجتماعی اقتصادی و سیاسی لورتگن بعدشان سخت دیگه مرحله دیما بروتین و خب متاسفانه کار سیاسی و یه پروسه طولانی
صبر و حوصله و کار لوتن، امکانات لوتن. خب امکاناتی که ما بلوچن به اندازه کافی نیست، ولی خب در حد محدودی هستین. حالا مثلا اتفاق پیتید که ما مثلا یک سری ادات اروپا هنوز زندگی کنگین و دسترسی هستیم به سازمانان بین‌المللی، چه این موقع تا استفاده بکنید و آنی که ملکان یه اطلاعات به شکل دقیقی به ما برسینن که ما بتونیم این گو هم یه کاران انجام بدهید و یه من خیلی یک چه کاران مزنی و تا این مدت خب بیچاره در با سوخت بران، یعنی اعلامیه که سازمان ملل داد و نماینده حقوق اقلیتان سازمان ملل داتی در بلوچستان اشیاء اطلاعات کاملا از طریق به سازمان حقوق بشر بلوچستان و یو ان پی او یک بود تگتند و بین به صلاحیت نماینده اقلیتان ملی یا اقلیتان اتنیک گروپان که سازمان ملل هستین آیوتی نشستی بود تگت هم وقت بی اچ آر جی و هم یو ان پی او که در رابطه با مسئله سوخت بران که بعد مثلا اعلامیه‌اش داد. ولی خب یه همین دلیلات که مثلا سازمان گروه حقوق بشر بلوچستان سر اعتماد هستن، اطلاعاتی که دادین درستین و بعد مثلا اعلامیه‌اش دادش. چون ودا هم خوب آیم نتونم مثلا چیزی که ما وشیم مثلا 25 نفر چیزی که ما چه مردماش 36 نفر آیان نتونم بگشن فقط مثلا همه مردمانی که ما تو تگت به شکل مردم به صلاح آیان دقیق ثابت بکنن که شما مثلا کشک بود تگن و تو نه به صلاح به شکل سند راه بده سازمان ملل فقط همه آیان رو گشیدین. حالا همیدا که مگشتا ممکن 4 ببنده یا 40 ببنده اگر 400 هم بنده آن نتونه 400 نه بگشن ممکن به شما واقعیت بلا هم زمانی واقعیت بیتین که سندیتی بیت مثلا و خب یه چیز خیلی خوبیه که اندوگان گروه بشر بلوچستان هستید و ارتباط به صلاح مستقیمی هستید و تی دفتران و تو تی اطلاعات دقیق پایین بداتین و تا نشستان شرکت بکنید و بتون یک سری کاران مردم انجام بداتین و خب به عنوان یک بلوچ خوب باید مردم چه و سازمان حقوق بشر گروه بشر بلوچستان تشکر بکنید و این هم خیلی مهمه که شما باید بگوشید که باید به صلاح اطلاعاتی که دیگه گروهانی که مثلا هستن مثل رسانک یا دیگه گروهانی که در رابطه با مسئله اخبار بلوچستان دیانتین و ثبتش کنندین آیا هم تاثیر هست چون آینی خبرانند که بعد مثلا به شکلی تبدیل بنتید به گزارشان حقوق بشری و گزارشان حقوق بشری کم کم آمد تو تبدیلش بکنید تا یک پروسه طولانی متاسفانه حقوق سیاسی و اجتماعی و شانا و این پروسه که متاسفانه بروکراسی که جامعه بین‌الملل هستین تا ادایش هم مردم باید بتونید توجهی بکنید و سر کار بکن. سلامت به ولی من در اشتر امیدوارم گوش کنه و که متحور کنه. سلامت تی باز منتوار سلامت وات ناصر جان همچنین که تو گوشت برای چیزی مکتوب بیتین آی هر کسی باور کنتین و گپا گوات بارت مردان چو گپ بزن چی که هر گپی پشت بادن گواچی بیتین و می گواچی هیچ کسی گوش نکنته و باز واشین کاری که شما کنگه آیتی و انچو بی چارجی سنگتانی که هسته و تمام این بلوچانی که و تنشی کار تو که و تشریکی کتا و گام وارزان که بلوچ مسئله پایل کنه کم بلوچستان مسئله و تا این برالوتی دو بازانند و تا مسئول زانند که یک کار چون اکادیم ها بره منت وارتی ناصر جان واجه مکران اگر تر گاپی و جوز چیزی هستن تا جد کنن یا انکه ویتی اگر تر چمشان که هستن تا 3 دقیقه تا 4 دقیقه تا تونه بوشه. سلامت باد. باز مهربانی سلام و درود واجه بانو واجه براتو بانو کی گوارا و همبلان حزب مردم بلوچستان. قبل از هر چیز جا داری که منچ واجه ناصر بلیدی تشکر بکنه چونکه به هر حال یہ انسان زحمت کشته حالا دیما تعریف شر نہیں بل پدا هم بری من نقدی کنی ترونت گورا حقیں که تعریفی هم بکنی به حال انسان بیتا که زحمتی کشته تیو کا کار سیاسی کو چند نفر شروعی کتا 4-5 نفر نبیته انگیشتر بل مروچی مگنده که حزب مردم بلوچستان یکی چه حزبانی که بسیار ارگنایزه و در ابعاد مختلف کار کنگند و کارش هم قابل قدرند و مروچی ما اشانی نتیجه گنده گنتی کارانی و جاداری چی بانوک سبای من تشکر بکنه
و یه بلوچی هم زبردستیم بلوچی باز باش گپی جد و کار حقوق بشری انچو که واجه ناصرہ گوشت یہ کمک کنتے به همه عدالت اجتماعی که باند روچ ما یہ منتظر ہیں کہ یہ ہر بلوچ زندمان تو کا بیایت کار حقوق بشری کمک کنتے به یک شرح سیاستی که هودا توزیع عادلانه ثروت و قدرت صورت بگیری اشان پایه و اساسند و کار حقوق بشری کمک کنتے ہیں کہ یک شرح کانسٹیٹیوشنی مبنی بر حقوق انسانی لکک بھی بیتی ہیں اشان معشومانی پریکٹیس کنگیں و پیش دارگیں دنیا کے ما چی موزے بسیار رنج برگیں بہرحال یہ گپ چیدہ و دومی گپ پیشند کہ البته من ذهن تو کنچه فکریت که مثلا مستقیم مردم روته سازمان بین الملل در رابطه با مسئله بلوچستان کار کند ای باز واشین گپین یکی هستین دایرکت یکی هسته این دایرکت یعنی غیر مستقیم ایشین که مثلا یک نامی تو بره پس سازمان بین الملل تو گوشه که بلوچ مشکل ایشیند نام بروک بازند بل اگه نام بروکا ما شما در بگیجیند که آیا همکاری بکنی و آیا ای کیاسا بلوچستان کا شرری سر بگوشی گورا ہر نامی کے او در روتے یعنی به صورت اگزامپل یا مثال بلوچ او دا منشن کنک بیتے کہ اشی زور سک باز انت کہ توانیت بگوشی کہ ہر نامی پیدا کی بلوچ نام ہستند بلے اشی اشی کہ وتی راو روش ہستند تو پدل آتے همکاری لوٹن تو بگر بدا واجہ ملک هم گپن تو که همین نکته هستد که در دناگر هستند همیشه که مردم همکاری بکن من دیگه گیشن گپی نیستی من گپ همیشتا امیدی که شما باشو تیار باد سلامت باد سلامت باتی باز منت باش شهر جان وجه عظیم ترى اگن گپی و جوسی وجه شهری روتی چمشان کتن گوشتن تیو تیالت اگن تا یه بار و گپی است توانه تا 2 تا 3 دقیقه تا 4 دقیقه برای چیشن که تا 3 دقیقه برای تو گپا جد کد کنه پدا گروه مرین بانو کسا باینی مگا سلامت باد بله درود و درابطت دوره گوهر و عجیبرات من باز واشم که سرجم به یک انسانی حقوق و خاصا منطقه بلوچستانی باره فعالیتان چمشاک دیگه و پیسر چه هر چیزا و واقعا تشکر کنم چه برات و گوهرانی که فعال مستقیم و غیر مستقیم بحر زورگم و بله یک خاصی گپی که دا واجه ناصرا واجه ملک ها یک داوی اشاره کنشن که مستند کنه آمار ارقام دقیق و همراه با مصور و نوشتاری و حادثه اصلی اثرگذاری این که سازمانان تو که وقتی جاگاه پیدا کن یک مسئله که باز ما شما تنکید بکنه فرق نکن رو دومی گپشن که حقیقت ارتباطاتی که هستن باید به روز و گسترش یک بدن و هرچه گشتر یه هم فکری و هم راهیان ببیتن وسط گروپانی که بلوچستانی باره فعالیت کنگن جلوی کاران موازی و تکراری گرگ بیته یه زمانی هم بود که من که راهکار داتگت پیسرا عزیز امرات و گوهران که بخاطر پیشبرک نه تنها مسائل حقوق بشری بلکه دیگه مسائلی که هستن که بلوچستانی مردمانی زند و بلوچستانی آبادانیه که به روز و همراه به یک و در جریان به یک برنامه یعنی که دیما رو نمونه مشخص مثال همین کلاب ها ساجنگا بازگین واحدی من همی کوکار کتا گوشته که برات بحرانی که مدراتورات و اتاق هیر کنن کوشش بکنن گو آدگه مدراتورانی که دیگه اتاق جنه مشورت بکنن و کوشش بکنن آروچی که برنامه ها مشترک و موازی و تکراری بی گو همدیگه زود به موقع هماهنگ ببن و یا اتاق تو کابیان چی واسطه مشمه مسائل یکیه و مشمه حق حقوق لپاشک بوده و پرک نکن که کجا حزب و سازمان ببی یا کجا گروه و قشر طبقه ببی
ای راج و ای سرزمینی سرا اینکه تبعیض و ظلم بوده و حق کشک بوده که دیگه ادان مسائلی که غشری یا یک خاصین اجتماعی باره یا ببید موجود نیست. درست سر تبعیض بوده و یه حق حقوقان لا پاشک بوده. بنابراین دوباره من تکرار کنم منتوارم بخاطر که شرطی برنامه دیم برم یک مستند ببی یک بروز به عزیزان مدراتوری که هستم مثلا هنو تا همه نیم ساعت پیسرا که من چارگ جات همه دا سه اتاق هنچه بلوسانی باره به یک نوع مختلفی شکل جاریت و بیگن و دستبندی کنم کارگروه ببید و هماهنگی ببیتن که یه مسائل سرا گشتر ما شما دیما بره. و دومی گپ اصلی اشن عزیزان من بلوستانی وضعیت شما درست زانید و مروچی یک جوانی هم تو آموهیت که مزن بید و گردی ناناور بید نمونه مشخص همی آخرین اتفاقات این که واقعا پنوش تو کپگن که یک جوانی مثلا 16 ساله مثل سمیر گردهانی یه دا برباد بید که ناناور خانواده اینو و بازین دیگه زخمی بیته بازین دیگه گرگ بیتن و جسپرس کنگ بیتن و بندی بیتن و کل مشکلات و تعارضات زندگی خانوادگی و ارتباطی انسانانی سرا اد کنگ بیتن این درو پیش داری که یه حکومتی ناکارآمدی و سیاستان نه تنها درستی ایران توکا بلکه میشه منطقه توکا دو برابرین به یک نوعی چرا چون اعتماد سازی هم نبوده و همراهی و هم فکری هم ایوتی توکا هم اگه شکل نگفته که حق طلبی شرعی سرا پیش بدارین دنیا و دیما بره. ادانه که من دستبندی کنم عزیزان که کارگروه ها گشتر به هم دیگه نزدیک ببن بخصوص شانی که در رابطه با اتاقانه و این اتاقانا به همین شکل فعال بدارید مشمه وقت باز نگران و شمه زحمتان و منتواران و امیدند که همه بیچاری باره یا و تاپیکی که هستن روشنگری گشتر ببید و هواری هم که در رابطه با حق و حقوق لپاشک درستی مردمان بلوچستان آی سرحان تنکید ببی که مشترک همکاری و همگامی دیما برد. زندگ باتید و گندگ باتید. منتوار. سلامت باته واجه دکتر عظیم تی باز مهربانی انچشن دقیقا چی که مردمی ملکی توکا ما گنده گاین که مرچی می اصلا پاشی رو گشتر بیگینا بلشن که جونزا که ما بارت اما مردمی که ما جغرافی توکا هیچ کسی دیگه دنیگ دل چه ملکی گشتر نسوچیتیم و همین ماشما وقت ببین که همین اندازه زانن همین اندازه که مارتگی و تی بیان توار دانا یعنی به دنیا برسینه و این دنیا توار دانا رسینه که همیشه انچو که تو باش که بیسر چیزانی مستند ببن نه که یعنی بیان و گپا و زانه که هر روز ما شما هر دیوانی که بلوچ بریندیتین فقط گپ میشن کمی مشکلاتی که بلوچستان هستن بلوچ تو کشک بگیم په سوخت برینیم و بلوچستان په محروم په یک ټوکری کاغذی که آی هویت آی هم نده گانتی بلوچ که وقتی توارا چس کنته اگر خیابانی تو کا کیتی آی این رگبارم بندگ بیتین و انچو تو مردم ببخشی که مرد حیوان اینی 100-200 یه جا نکشیتین بله بلوچ کشه بگین چه که همیشه مشم بالا دستین سرکار گنده که ایشی توار نزورین چه که جایی که توار تی نزور بی تو گشته جنگ بای گشته کشک بای بله هنی انچو که شما وقتی گپان تو که درستی واجهانی که گوشتن توار چیز کنن یه نه که مرد عملا باید چه کارانی بکنتین و دنیا وقتی توارا چطور برسینیتین و ما گندگان که مروچی اگه ما شما اسرائیلی هم مسئله بجنه که مروچی اگه اسرائیل پش کبته اسرائیل زبان پش کبته وقتی چی که آیم وقتی زبان چه دسته ندام مروچی ما شما زبان هم چه دسته گرگ آیم یعنی به شکل سیستماتیک برال باز این کارانی بیگیم ما شما دموگرافی چنج بیگیم این درستی چیزانی که بیگاین تی برال ملک مردم نزوری چه گندگان و شنکه این کاران باید ببندین گوور گوتپاکی برای من صدق کن که این کار اگر گوتپاکی یعنی دیما اگر این بیوان گوتپاکی گو ما شهری سر دیما رو منته و من وجه تپاکی ما پیسرم تپاکی گپ جن وجه تپاکی اگر تر گپی هستین جوسی تو مهمانان کوتی کنه وجه ناصر همانی آد که مهمان خاص بانو سبا بندوی و توتی جوسا بکن و اگر تر نظری هسته توتی نظر هم گوشت کنه و من پدرانه و آنگو
وجه ناصری و بانوك سبايني وقول قدم الجوصاني هستن كن سلامت باد مايك بري اتفاق من يلا اتفاقي دست بندين یا که مایک مشکل هستن بانوك سبا تراجم گپی و چیزی تو یکی سلام علیکم پول دیوان ببخشید من کمی سلامت جات ها او شما گپ جن ماهش کن نه خواهش کم ترگه جوسیه تو تی گپا بجنم و پدا گروم هم نه من کمو دستگاه هم من نتوان سلامت باته من زنده گرش بانو سبا مایک برین ممنون منتوارو یه فقط یه haberi لورسو من بگوشم ما لوچن چندین گزارش رو بنویسن در مورد کسانی که دستگیر بودن بعد شرایطش سختی هستش و لوچن سازمان ملل در موردش هم اطلاع رسانی بکنه لورتون جز کنو کسانی که ادان هستن یا کسی زانه لطفاً با ما در تماس ببه ما باد اطلاعات کلی باد همشی که ناصر مطرح کرده باد جمع کنه یا گزارش در کل مثلا باد بنویسه بعد شانم باد دیگه باد بدهیم به کسانی مثل جاوید رحمان بله لطفاً فکر کنم به بلوچی به فارسی رضایت خانواده هم باید رضایت گرگ ببیته چون نام و اطلاعات مثلا شخصی آیانم دیگه مطرح بیته حتی به گوش جمهوری اسلامی هم برسیده این که کسانی مثل جاوید رحمان روان یا آدگرانی که کار کردن تا سازمان ملل درخواست بکنن مثلا این شخص با این اطلاعات مثلا کجا این چیه بوده همشی سگ مهمه که رضایت مردم باید بگی خانواده فقط همشی من رو مطرح بکن و ممنون سلامت باته انچو که بانوك سبا گوشتی و واجه بانوکانی که جلا هستند شن که شما توانه وقتی اگر گپی هست موسین چه که مزان بازینی هست چه مولکا نیندو کن من یالا منصور وارد روم بود که فکر کنم منصور بیرباک اگر تر رومه این دست برز بکنتن که بیا برزا شما دعوت کنی تو دعوت من کنی بیاد نامی نگنده من حالا چی بود فکر کنم وارد بود اوکی واجه منصور تو من نامی نگنده حالا چرا رنده که دعوتی کنم شهر ولی شیعه یادآوری میکنن که در بعضی موارد خانی دادیار هم ته ساید ایونتانی که ته طرف بی اچ آر جی بوده شرکتی که ته بوده هم ته بعضی مواقع بی اچ آر جی نماینده بوده در این دعوت زمینه کنی هم بیاری تو ارزای هانی کسی هم دعوت کد ولی نه برزا احتمالا آمادگی نیست اگر بچه بیش آجی معمولا هر ماه یک رپورتی ماهانه گزارش ماهانه تهیه کنده به زبان فارسی به زبان انگلیسی بعد یه رپورت در واقع ماه نقض حقوق بشری که در بلوچستان بودند دیم دادن و سازمانانی که با ارتباطاتی که هستنی اگر در رابطه با این رپورت هم شما یه توضیحی بدی هم سخت شدیم پچه که بخش مهمی گزارشان در همان نیوزلتر هم که شما تهیه کنی و دیم دی بعد لینک بلوچستان هیومن رایت گروپ که وبسایت نی من الان هیر کتا کسانی که این رپورت هم بوانند توانند وارد وبسایت بیان تو بچارندش به زبان فارسی و انگلیسی معمولا وبسایت توانند رپورت هم بچارند البته کوشش همچنین که گشتر مستند ببیند گزارشانی که دهک بند سلامت باته وجه محمد وجه منصور بانوکانی شما رو وشات گوشون که شما که وقتی و هذا
داتو برال پیل کنه که ما هم دیوان نزانو چونه که من نتون گوش ما تماس بگیرم وجه منصور من یلگو وجه بلوچه مسئولیت وجه کت خدایی گمته ولی دیگه کم که میواتم دیوان دیرا بونگیج بی تو تکنیکی مشکل هست بانو سبا چو گپا هست بانو که سبا گوشتی که ما را گزارشان لازم هم و رضایت شما بچاره که بوده اگر کسی که جلا هستین علاقمندین لوتیتین که اگر چشین اتفاقانی که افتن گزارشانی هستن توانیتین مستقیم بانو سبایی و تی فیسبوک هستین کلاب هاوس آکانت هستین و دیگه ایمیلی اگر وقتی توانتین ادام بدن که شما مستقیم یه گزارشان رابطه پایی و رابطه بکنید و آی مستقیم هم پدا هنچو که گوشتی وقتی گفان که آی سازان ملل هم گزارشگری ویژه سازمان ملل که جاوید رحمان که گمان های ارتباط هستن و برای این رپورتان رسینیتین گزارشانی که هستن واجب بلوچ گوشته که من یه دقیقه وقت بده واجب بلوچ ملک جان بلوچتی اولی بکنم من خیلی بهترین که شما در مورد که بیچارجی وبسایت هستین بیچارجی ایمیل دیمش بدین تاشی که فردی دیمش بدین سوال سبابتی خوب مشغولیتی بازند معلمی و هم ماتین تنو برای کاری بازند که آی خوب برای فقط بیچارجی نمایندگی کنتین و در رابطه با نیوزلتر دارت هستند بسیار محدود هر کسی چه ما وقت هستین کار انجام بداتید پادی کارتوری وقتی که هر کسی بتونه به صلاحیتی کار انجام بداتین و تونه سایت دیمش بدین بهترین که با کار انجام دیگه بنتین و نیوزلتر باری حتما منصور فکر کنم چه روسینا گشته طرف نیوزلتر فعال بوده و ناصر و مبین و خوب امیدا و سبا و یا دیگه کسایی هم بودن که کمکش بودن منیره و یا مریم که زبان انگلیسی ولی خب منصور فکر کنم چه روسینا چه ابتدات را یعنی اولی بنیانگذار چی هم من نیوزلتر منصور بوده ما گشته توضیح داد سلامت پر توشه یادآوری بکنم که کاری مکنی که مضمون کار گشتر بکنی بلکه هر چیزی پروسه هست اما پروسس را پیروتون سلامت یه چارجی تماس بگیرد بهتر سلامت باز من تو وجه بلوچ تو گپ بکن که میمان آت کردن تو گروه ما را پیدا میمان نمیگه اتوقع به رواج منصور و بانوانی تو گپ بجنه دیم ران داخل سلامت باته شروع پدام واشات کشون وجه منصور تاگم یه بار و که نیوزلیتر گرفت تو نه گزارشی بده و کی کارانی که چون که شروع کردن تو تا کجا شما انی کار کنه و کارو تو کجا رسیدن سلامت باد من توارا سنگت ملک باز مهربانی تی ولی من توار سر بگین ترا او شهری سر من سر بگین تو سر باز مهربانی سلامت باته من توارا درو تو دراوت وشان دیوانه بانو کو واجه عرض کنم تی خدمت که بی اچ آر جی کتلوٹه من کم دیرات کا بلکه پیسرش ما ای توضیحات داده گن در رابطه با بی اچ آر جی بی اچ آر جی چون که شما زانه یک پلتفرمه یک به نام گروه حقوق بشر بلوچستان سال 2014 جاکنک بیت توسط هم فکری بلدات سنگتا که این ضرورتیه پا بلوچ راجع واسطه که ما بتوانیم یه جای گروهی هد بکنیم که چه سنگتا که تاثیر کردن بتوانه کمک بگیره که دقل اخباری که در اتبا نقض حقوق بشر بلوچستان اتفاق بگند نشان بتوانیم ما به صورت یک گزارش در بیارین تو سابمیت بکنین و دورانی که سال 2014 یا 15 فکر کنم دکتر احمد شهید که ما این همکاری شروع کد پهل کند سال 2014 تی همکاری ما شروع کد گسانگتان یک جا بودن و گروه حقوق بشر بلوچستان تأسیس بود و ما کوشش کو اخباری که چه بلوچستان و دست رسد ایشان به صورت یک رپورتی بیتا یا به صورت اخبار بیتا ایشان ترانسلیت بکنین و دی بدین دکتر احمد شهید واسطه این اغتلوٹه سالان سال گوسته که ما بتونین همکاری در بگیجند و بتونین چه ملکا هم اخباری که ما دست رسن تشانا سک مهمت که گروه بشر بلوچستان
طور یاد بکنید که اخبار دقیقا اخبار موثقی ببند و گزارش هایی که چه ملک می دست رسند تی گزارش های موثقی ببند. سنگتانی همکاری باعث بود که گروه حقوق بشر بلوچستان به صورت یک مجموعه در بیت که بعضی سنگتانی که هستند در ملک همکاریش کو تو ما توانتی اخبارنا سرجم بکنید، رپورت تهیه بکنید، گزارش تهیه بکنید بین سازمان ملل و دیگه نهادهای حقوق بشری که هستند و همکاری بکنید و این رپورت رو پایان بدید. در رابطه با نیوزلتر و خبرنامه که ما کوشش کرد که این اخباران که به دست رسند که به صورت رپورت تهیه بودند ایشان به صورت خبرنامه بکنین و به صورت معایانه هم ایشان در بگیرین و ترجمهش بکنین به زبان انگلیسی و دیمش بدهیم. جالب ورزی باز بوده حقوق بشر گروه بشر بلوچستان متاسفانه برای وادا تزانه کار باز بوده سنگتانی هر کسی بودی دستگرتی هستند تو هر کسی نمیگه دستگرد بوده ولی کوشش هم بوده که تا جایی که امکانی هسته ما بتونه گوتی هم تیمی که ما رو بوده تیم همکاری بکنن و یک کار مستمر بیبیده و خوشبختانه تا این 2 سالی که من رو چو گشتم من فکر کنم که گروه حقوق بشر بلوچستان یک پلتفرمی که ما توانین بلوچ را جایی استفاده بکند و توانایی استفاده بکند که بتواند اخباری که به صورت نقض حقوق بشر اتفاق کپن بلوچستان تا ایشان به صورت رپورت تهیه بکنن و به نهادهای حقوق بشری بدن. مخصوصا نگه اتفاقاتی که سال تو کاپتن اتفاقات ناگواری که بیتن زایدان تو که خواهش تو که متاسفانه گروه بشر بلوچستان کوشش کرد که این اخبار به صورت دقیق جمع آوری بکند، این اسامی به صورت دقیق جمع آوری کنک بودند. ریپورت هم دقیق بود و این ریپورت هم سازمان ملل حقوق بشر سابمیت کنک بودند. ملک چه من فکر کنم که اگر باز انت بله اگه جست دقیقه اگه مستقیم جستی چه من هست من خدمتان تو جواب بده. من توار باره سربو ملک ترا جی ها توار هست احتمالا ملک چنه من ندارم نوبت که فعل کنه که من یه لحظه دستگرد میتونه یه چیزی که تی باز مهربانی منتوار نه تو پشاری سرا چیزانی که ضرورت و گوشگیتن تو گوشتن تو واشی سرا تو توضیح دادن و جماعت پیل کن که تو گپاته و شنکه تو اگه کسی تو گوشت که من شهر متوجه نمیتونم تو که نوبته نه مگه رنچ منصور که نوبته تو تانه نوبت برای شنکه بانو آنی آد که کم که ویتی کاران کتگانتی ویچه سیران تو که برای که این دور گوما که این دورانه که بیچارجی کارام تگن تو بازی دیوان و منیندانی گوین بیده بانو کانی هم یک گوندین گزارشی و گپیه یه بارو اگر چمشان که داد که انتیم گروه پدران در رای ماشما دیوانه میمانن یه بلا که جوز پرسی یعنی هستیم گروه تواره کنی کانت برزا سلامت باد بانوانی مایک برین تا گپی هست در بادکشون دیوان نندوکان باز وشتیم برنامه شما هشته باز وشتیم که سباجان گونه البته گشترین چیزا ما فکر کنم سباجان رو گوشتم و جناسه رو گوشتم هنو یه چون سالی گوزیده گوستک چامو که من فعالتون تی بی ایچ آر جی همه من بازی نوکی معلوماتی نیستم ولی سک وشون که سبا بانوانی تی توار بند بید من نزانم باره یا جمعنی نیمه یا من توار من تلفن شهر نه یا نه کتیب توار بند بید نه بنده توار
ملک جان بانو من یه 2 منت دیگه وقت نیست. ده. آها تر بعد هستن بانانی وتی گپا تمام کنه زن باره یک بانانی مشکل چی تو منصور جان شما برا منی وتی گپا بجانو که پدا برا بان شما منی تو آرنش تی تو کنگید؟ ورانی هستی بانو که هستی تو سرا بل... نه خواهش کنم تو راحت نزان تکنی تو بری انی بیت هستی من او تو دست لگ او هستی تی تو ورانی هستی تو دیگه پاش هسته سکوش من از آنه دارم فکر کنم مشکل اینترنتی چیز من پور کنکشن بله من کوشش کنم کمو که ترونتر گپ بکنم اگه توار هسته اگه من علامتی چیزی بده که من توار گرو ادامه هلنه بدم گرو تو هلنه گر هلن تو گرو گر هل گرده آها شهر نیاگه برو بری من کوشش کنم گپ بکنم الشهر يقول ران تريبل مواد ترى دينا وجه منصور بلكي چهار تي انترنت شهر بيتي وجه منصور مایک فرین تو تیگه پم بجانو کدا گرانده ماره بانو کانی وجه تو شهر من اتوار ملک جان باز پایل که تلوته من نباید بگفتم ولی من فکر کنم که لات موضوعات شاموشک بوده من باید بگشته نه اولی مقدمه یا بریت من با سرجان بکته نه تبر بله در رابطه با بی اچ آر جی من لوټه ایشش به خدمت عرض بکنم که یک پلتفرم په مشمت دراهم بلوچ واسه چشنند که فقط یک دی خاصی ای پلتفرم تو کن تو کار کنگن من دستبندی هم همی بوده چه سجین بلوچان راج مردمان که همکاری بکنند واقعا مشمه راجع نیاز است که مشمه بتوانیم توار دنیا سر بکنند و گپ میشن که پلتفرمی که ما چه پلتفرم توانایی استفاده بکنه و ما شما توانایی سجن هستیم خوشبختانه و تا جایی که مشمه دسترسی و هنی هم اتفاقات که بلوچستان تو کپگن هیچ کس مشمه توار نیم متاسفانه ما شما گندگند که بلوچستان تو که هر روز اتفاق کپی بله مدیای سراسری که ما شما بگنده هیچ مشمه بلوچستان توار نیستیم و اگه هم بری وادی گنده توارها ایشان فشارن تقتلوته که گروه های قو بشری یا سنگتانی که بلاز سیاسی فعالند و مجبور کنه که این سازمانانی که میشه بلوچانی خبر ظاهر ببید منی دستبندی همیشه من از آنم اگه پیسرا سنگتان بانو که این خبر کتد ولی من لوٹه ایشه تاکید بکنن که پلتفرمی که ما را تا جایی که امکانی است یک جا بود که نکنه بلکه بله حداقل اخبارانی که بلوچستان تو کپند انی سوشال مدیا تو پیدا گند بله دستبندیشن که اخبارایی که دقیقاً یعنی موضوعانی که اتفاق کپتگند تو نقض حقوق بشرند یه اخبار که ما دست برسند ما خوشبختانه ما تیم هست که اخبارم بطوره هم به زبان فارسی یا انگلیسیشن ترجمه بکنند و ایشان دقیق ریپورت بکنند و ایشان سابمیت بکنند یعنی نیاز این که ما شما بلوش هم عادت بکنه کار سازمانی کار گروهی بکنند که اتفاقات واقعا بلوچستان تو که نسبت به دیگه جای ایران تو که سک بازن و ملوٹیش تاکید بکنم ملک چند بلکه بعد باز گرایک بیو بلیش سک مهم مند که مارشمارا بلوچ ما فکر کنه که دنیا تو که من نگوشند بله ماشما وقت دست کم مگرن و امکاناتی که مارشمارا هستنش پشری استفاده بکنن و وقتی همت بلند بکنن و چه وقتی توانایی استفاده بکنن مارشمار دراهی توانایی هستند و بتوانی حداقل یک کوپگی هم دیگر بدن و نقص او بشری که اتفاق کپند ایشان ماشما میلند که ایشان چو گار ببنتی اخبار ایشان کوشش بکند ما را پلتفرم آدرس هستین ایمیل هستین گروه بشر بلوچستان مهربانی کند تی اخباران و ما سر بکند و اگه شما دست برکت تی اخباران تونه ترجمه بکنه انگلیسی چو باز بهتر ما رایش بده اگه امکان نیستم اما اگه اخباری هم هستن که دقیق تا یا با ما بلوچی زبان بله که را بودت یا فارسی پا ما پرک نکن ایشان فقط ما را سر بکنید تو میدین که ما بتوانین نشان هم ریپورت بکنین و شنگش بکنین
منتوار فقط ملک جمال رو تیمش اضافه بکنم مهربانی. سلامت باته دیواز مهربانی منتوار په واشی ته توضیح دادم و همچوش پیشتر بانک سبا هم گوشت من ایلا که دیوانه کنندو کنه هستند اینشون که واشی شما وقتی گپ رسید و امیت کنم که همکاری یعنی ببید و گشتر ببید و شاید ادامه ببید و چوکتی گپان تو کاتو گوشته که ما شما درستی چیزا گستا دارن هر کجا هم ایران تو کوای رژیم که هستن اشی درست سر ظلم کنه بله می گیشتر دو برابره می مضاعف همیشه یعنی که مشکلاتی که هستن بله پد ما گندگان که ما آدگی اگر راجان گندگان از لحاظ سواد امکانات درستی چیزا یعنی آن دسترسی گشته بیته امکانات گشته بیته بله مروچی که گندگان که یه انقلابی مبارزی اما میشن دیگه انقلاب جینا یعنی بونگیج بیته اشی انگا نفس اشی سا بلوچستان انگا داشته بلوچ مردما و بزن اگر بلوچ ها اینیشن که اگر آدابین دانشگاه یا آکادمی و نماتی بلزان که دنیای تو کار کی تغییری آگه من جود کنه گوتی مچتو توارا و گو اما گوتی ناتوانین برال زورا اینه که هیچ دسترسی نیست ناتوانیش که مردم دسترسی نبی امکانات نبی و بله جود کنه اینا و داشتگی و تا بله ایشی که ماشما پدا برگردید به ماشمایی که دنا هنچو هستین پیسر وجه که منصور گوشتی و بانوک سبا گوشت که ادامه چه کاری بکنیم ادامه کار چیه نه و این کاران همشن که انچو من تکرار مکنم که گپ باد وجه منصور گوشت که ماشما رپورت هن گزارشن باید ایده ببن و برای ما دیوان و گپ باز بیتی برای ما یه سفره عملا کار بکنیم عملی کاران بکنیم که عملی کاران برای مستند بان گیر بان مکتوب بان آرتیم گره این کار کنگ نه اگر درست مروی چی نه برای آینده یک شهری ما شما نیمگاه یه برواردی گینده من انی برای وعد من یلا که واجه بلوچه گفتگه و پدا من چه درستان دستبندی کنم جهلا اگر گپی جوستی هستین شما بیاید و تی جوستان بکنی برای سک شهرین یک سری چیزا همی که سنگتانی که هستن میویتی جن و سنگتانی که بی اچ آر جی که مرشی یاد کن چه ماشما را بر زیر سیکن برای اگه ماشما تبادل نظر مکنین گپ مکنین یه راه در گفت نکنین گوره بعد چای من واجه لیب کاست آد که اشیا من نظام چیزی یا چیا دیگه بودن که اینه ضبط کنه یا نظام نه شی یوتیوب رو پخش کنه مستقیم پخش کنه چی گوره سک شهر و برای واجه بلوشته بودی گپان بجن و گوره پده من رون دیوانا کم کم دیما بران کنه گوره ساینگه تا گپ سلامت واجه بلوش تو دستگته گپ تو گوش که من واحدی بده واجه نظرزی من یلا من هیلا بل درس هانی گپ کن او که او تواری بله هم او که محتوای دقیقاً شهر انچه بانوانی تو پیل کن که آرتیم کم که چی بی تو ما وعد داد واجه منصورت گپ مایک فری سلام درود درهبات که شما دیوان نندوی کام امیدین که بشو تیار ببید گپا حقیقتا گیشترینا سباجانا گوشتند وجه ناصرا وجه منصورا شما وقت گیشترین توضیحات دادم منی نظرها سکین شریم موقعیتی هنو مشماره هسته ایشی که سباجان ودا نزدیکیم و ای زحمت کشگین و ای جهد زورگین که مشمه گپانا مشمه حالا برسینید و مشمه توارا برسینید منی فعالیت متاسفانه چند سال پیش تو مروچان باز فعال نبود تگم ولی هنچو که سباجانا گوشت باز این وقتی مردم تو انتمی ساید ایونت هستن تو میتینگ ها هستن که واجبه اگر ما بتونیم واقعا درستا هر کسی که په هر دابی توند کمک بکنده گون ببین سباجانا کمک بکنه اطلاعاتی که لازمه رسینک ببند و حداقل اشی که ماشما بلوچان موقعی که ماشما را میدیا نیستن که مثلا دیگه
قوم ایران تو که هستن حداقل ما بتونیم چه فرصت ها استفاده بکنیم. من یاد یکی دو جلسه که من گوینتون یک جلسه در مورد تحصیلات پتنیکانت همه وضعیت تحصیلاتی که در بلوچستان هستن آموزش و ایشان چطوره کایند و یکی دیگه هم همه در مورد افرادی که مشمه که را به شناسنامه کاملا به هویتن که ایشان واقعا مشکل سازن مشمه ملک توکا و پدام لوتون تشکر بکنم چه سبا جان که یک کار ادامه ده اگین تو واقعا سختی این کاری و اشی که ما درستم بتونین گون ببین و سبا جان اگه کمکی دست من بر بیته حتما حاضرم. پدام معذرت لوتون که باز این وحدی نتون تگون فعال ببون. تشکر چه جلسه ای که گفتگو و سکین شهرین کاری که تگو باز وشین گفتیم منتوارم درستانی. سلامت باد باستی منتوار بانکانی چه توضیحاتم تیگه وجه منصور تو مایک فرین تو تیگه پامجه منتوارم باز مهربانی ملکچه من لازم نه باز مایک بزنم ولی بانوکانی گپ ما گوش داشته گپشند که ما یک تلوٹ پیسره ها و بانوکانی همکاری هسته تو ما توانت یک جایی باز این گزارش هر بکنین تو دیم بدین بانوکانی در BHRG هنگه در پچین تو میتین که همدا ماشما استوکولمنت و امکانی است که پدا ماشما حتما بر حضورن تو BHRG پدا هم وتی ما وادگین گندو کم بکنین و پدا برنامه زن بکنین تا یک تلوٹ ماشما ساک ضرورت نه تا امکانی هستین که شما رو وعد هست و تیم هست حتما بتونه پدا گوشما گندو که بکنین و برنامه‌ریزی که هنی خوشبختانه کم تیم ماستر بوده و سنگتا هم گیشتر کار کنگن تو همکاری کنگن و ساید منتانی هم که بانوک سبا هم بحر زورگین ایشان یک تیم همکاری هست یعنی ایشی پوشته بعضی سنگتانی هستن که هم فکری کنن تو همکاری کنن تو راپورتان تهیه کنن تو گزارشان تهیه کنن که بانوک سبا توانت بحر بزوری تو یه گزارش نموده سر بکن من اتوارم فقط لوٹو بگوشن که بانوکانی BHRG در پشن تو هر سنگت هم که لوٹیت همکاری بکند پیشنهاد بدن تو لوٹیت میں بحثا شرکت بکند مهربانی بکند ما کنتکت بکند باز باش سلامت فاطمه ملک جان سلامت باد دیواز منتور منصور جان تا ایچ یعنی تو مودراتور هم دیوانشون میمانه مروچی که دیوان ما گفته آس با شما و ایشون که دیوان مرچی گفت جان شما ما را یعنی تو بگوشه تخصصی در این رابطه باز یعنی اطلاعاتونی و گپا آدابه که من کارانی که شما خودتگه من نزانه که چه واقعیتی نه منی اصلا واقعیت گپشنه که مردم کاری نکته باز این چیزا نزانته باید دیگه شما باید توانه که گشته گپانی کتگن کارانی کتگن شما باید دیوانه واشته دیما بره و جوز پرسان چیکن برال شکل تو هر تیما تر گپی چیزی هست دیوان مروچی آس شما ایگین که و هگه میمان چه جهلات که ما توانه آیو باید بدن دو تا سایده گپ در واقع بله دیوانه چیکن شما باید میمان مروچی که ما چی که یک دیوان همی آتر یر کتر که این مدت BHRG چه کارانی کتگن BHRG لوٹ چی بیتا جهود چی بیتگن که اشان این گزارشه برای چی که شما یک تیمی بیتا واقعا واشی سر کار کتا و شریع مردم چی که کاری که مرچی دنیا یعنی چی دنیا که هر کار چی رکانه وی کاری بیتن که درست که دنیا هم اینی چیزا گپان رد بدل ببام بلکه چی یعنی شن که یه چیزی که اگم دیوزیر بیوی شرطه کار جندی ما راته سلامت باته من واجه مکران ترى قياسن توانه بقول قدمان من گوشکندی هستیم واجه ملک گوشکندی شی تو ملک نک باته मैं वजह माल हतका में गप्पा क्लब हाउस ना नी तो के गोशोश के गप्पा कार शर नबी माँ हम दिलाकार या बरा मैं माल हमें क्लब हाउस चार संगत जम कने दीवाने कने के कारवान मदारे के कारवान बार शेंग शांग मबात ना रोजगारे शुमा का ये हफ्ते के यकरंदे माँ यकरंदे दीवाने गिरे गोरा ये मर्दम माँ पदास्ते दाश्तगंत नी शुमा कारा अमली कने
ما گوتی سنگتاں گوتی پارٹی آنندیں گپ دیوان کنے ہر کس ہوتی کارا پا ہما نمونہ کہ زانتی کنتی نی ما زانے دا خبر مکنے ما شپ روچ نبی مارا واب نے حقیقت ما وطارا گوشتا ما خبر نکنا ما شپا شر نوابسا یعنی مرچی ما خبر کتا ما شپا سرا ایر کنا سر جائے سرا راحت وابسا بلے تی گپ درستے زانے بلوچ راج مرچی انچی شرائطی توکیں مروچی بلوچ راج ملگ روچی یعنی ہر نیمگا ملگ روچی اگر کار حقوق بشری ہم کنتے سردستیں اگر کار سیاسی ہم کنتے سردستیں اگر ہر نمونے یعنی بملیتے مروچی میدان پر بلوچ واسطہ پھچنت پر ملگ واسطہ کہ اگر ای فرصتاں چھ بلوچ استفادہ مکانت ہنگی ٹیما گورا باند سک دیرند مروچی ہر کس لکک بہتری چیز واجہ ملک راس وشی من گوشکند کنا واجہ ملک کے گپ دیغن درست چیزی کہ لکک بھی سند بھی گوشک بھی تیں امانیت بلے پدا ہم ابارا واتی جاگہ شر بل لکک اثر گیشتر سلامت صوبے بات واجہ بعض واجہ ملک تشکر کن شمار درستا واجہ منصور منا ہمار روچ یاد کہتے کہ بہرحال ہمار روچی کہ شما آبیہ فنشتگے تھے وہ شما لوگو آڈ کنگائے تھے ٹیم ساک زیت کو ازگین 2014 واغن تو یک حسیت ہے کہ بعض زحمت کشے گئے تھے منی یاد ہے ہمار روچ ہمیں لوگو منی یاد ہے کپتن کہ شما لوگو آڈ کنگائے تھے پامی سائٹ واسطہ سلامت صوبے بات توجہ زنده بوجه مکران دلم مرتی گپ بی گواچین گپ نه گپ تو پر تیم جنه و تی گپ هم گواچی هست چونه که برال ما وطا گوشتی گپ وطا جده که ما مردم برال کاری آدم دستانه بی گپ هم چنتی دیگه تو یه چیز دلم نه درست صدا که ما شما نشتگین هر کس و تی جاگا و تی کارا کنگین سلامت واته بانو کانی که مایک پرین تو دیگه یک منٹ میں یہ کامنت دیں ریزا رنده دیں. بانوکانی گپ پسر تر چی آیا چیه پر من کام پر تینیم سلامت بانوکانی تو گپ فعل کنم پهل کنه منم از زود وقتی گپا جنو باز معطل نکنم من واجه منصور تشکر حتما تماس گیره کوشش کنم که پدای کارا هر دابی که بتونم کمک بکنم گویم با حتما واجه رسول وقتی دست برز کتا من کوشش کو که آیا برزا بیارم بله من نتوند شما اگه دستبندی کنون چه مدراتوران اگه بتونید واجه رسول برزا بیارید من نتوار من وجه رسول دعوت کت من یلا وجه رسول یه چیزی نوشته که دن نبیه که ما چون که دیگه هنی من جنگان وجه بلوش تو دیگه گپ بجم من جی کوشش میں کنم که نتوار وجه درود رسول بیارم درابط بدم درود درابط سانگتم پاکی وجرس پروفایل سر بجا اگه ده نبوه اگه پروفایل سر و دعوت نامه ایره ورچم که ده اکسپت بجن یا برزا و پدا من چدرو سانگتم من نتواری کنم و لحظه سانگت چیره دمشان که اکسان سر یا پروفایل سر جندیو که هسته همه رو به کلاب پالوی بکنم بلوچستان استمان گله که دیم دیوان که گرگ بان شرط رای متوجه به یا نه حالی رسیده که دیوانی هسته اگه کلاب فالو بکنم منتوار ملک جان. سلامت واته من کوشش کنم که وجه رسول نبیه نزانم یک مسجد دیم داده تو چطور گوشت برو تو رانمایی کنی وجه ناصر گپی ها هستیم چیه که دیگه مشوی دیوانه یک در رنگ 25 دقیقه مانده که ما شما بودی وعده هستیم که بودی سلامت باید من خوب بازگشت بود برای شدید بی چارجی در واقع دا هم کم و باز معرفی کنک بود و کارانی که انجام دادتگند و همی دادن که شما یک دیگر را کامل کنی هر کسی بود جاگا بود فعالیت انجام دادن و همشانند دیگه توی یک زمانی مسائل شکل را مطلب هستی که تو بتون هر چیزی بود جاگا بیتین هر چیزی بود کار انجام بدادن و تا مردم قاوتی منزلا برسیدن همیدا گوشک بود بی چارجی که 2014 بس کارباری شروع بودگن بازینی چه مردم ها چه اولا فعال بودن و باشی خوب برحال یک نظرم که فارسی چی وشنتی دو چی وشنتی که
مردم یکی را کمک کردن دویه که کچگی که مرد تشیتون و دیگه پدا دستگیری یک چیزی پدا ادامه دادن و یه همچین چیزی هم یه دفعه کانی جان وشت آیام خوب جز اول مردم بوده که بیه چارجی فعال بوده و خوب یک مدتی من خلال همیشه بیه چارجی گروپ آنی جان ور بوده و تا اگه هم هستیم بدا ولی خب حتما یه موتانی آده وقتی نبوده امید دیرتر گشتر وقتی بی پدا گشتر فعالیت بکنید که ما گوشتم اشمه کار حقوق بشری ساکی مهمی کاری پایه‌ای کاری به مسئله بلوچستان ها خوب شی مثلا باید شروع کنه یه همشید کمی اخبارانی کاینتین چه جهان مختلف بچه ها تبدیل و گزارشان حقوق بشری ببنتین امیده بکن نیوزلتری که بیه چارجی دیگین و شید پیسرت را خوب برچو که منصور جان آگوشته موت جلب ورزی بوده مردمانی کارا و زندگی خوب مشکلات هر کسواتی هستن ولی تقریبا اگر به باز مدت بند کنگ نبود حداقل گذاشتن سالیانه دیگ بودگن 6 ماهی دیگ بودگن پدا هنگام مدتی است که هر ماه تقریبا هر 2 ماه سر فکر کنن هر ماه سر تقریبا هستند هم به فارسی و هم به انگلیسی و همین وقتی توجه جلب کنند بیه چارجی نه و همشین که مثلا سازمان ملل و دیکلوتیک بلوچستان باره خبر بکنند بعد بیه چارجی خبر کرد چون به هر حال یک پایه هست چی نه که تو چی تبلیغ کنه مچی کنه بشین که تو چند راسته به صورت کارا و دیگه پیگیره و بعدشان خب مثلا ژنو سازمان ملل یکی از مرکزانی بوده تبدیل شام به اصطلاح گزارشان حقوق بشری باتید بعد مثلا کم کم شام باید به نیویورک برای باتید امیدوارم یک روز گروه بشر بلوچستان بتونه چه امکاناتی با جلب کنن چه نیروانی جذب کنن که بتون این مسائلان دیما برای باتید مثلا همه دفعه وقتی خبران گزارشان تبدیل گزارش حقوق بشری باتید رنج حقوق بشری و تبدیل اجتماعی و سیاسی باتید چون سازمان ملل پیدا مثلا همین دو که گزارشکش ویژی هستی گزارشکش ویژی در رابطه با مسئله لوگا هستین هاوسینگ یا مثلا محیط زیستین حقوق کودک آموزشین بعد مثلا شما تو مردم تا نیویورک تبدیل به یک چیز بس سیاسی بکنید و کم کم باشون خوب باید مردم انجام بداتید ولی خوب یک پروسه و متاسفانه چه ما گوشتی تمام گنت سیاست باز چیز هستن بری هفتگی 2 هفتگی تو که اتفاق پنت جامان دیم برانته ولی هنچی مدتی هستند که باز تیم لاگیدید که یک چیزی پای یک جایی برسید ادانید که ایشان دیما برای لوتد و امیدواری که مثلا هر چی مردم گشته رو بانته خب کم کم ما اگر همیدا با که دیگه چیا هستن دیگه حقوق بشری گروهی هم کار کنید آیتون کم کم قوتی یک اعتبار و یک سرمایه یاد بکنید هم سرمایه اخلاقی هم سرمایه مادی هم سرمایه مثلا دیگه خبری که مثلا ایسر اعتماد بیتین و مردم اگر به اصطلاح بتونه ماشوش ادامه بده من خیلی تنها فعالیتان ماشو در حدش نماند ژنو بلکه مثلا کم کم آبادی تا نیویورک برای باتی بتون مردم مثلا بتونه نماینده بوده کسی دیم بداتید و کم کم ماشون تبدیل به چی سیاسی ببندید چه بگوشه ما کار سیاسی ببندید فایدان سیاسی و اجتماعی ببندید تبدیل ببندید به یک قدرت سیاسیه و واقعیت همشین مثلا کاری که بیه چارجی کنگید شید تو هر یکی چه دیگه عذاب سیاسی بلوچستان کسانی دیگه باندروچی که مسئله بلوچستان لوتن به شکل به قول معروف نقدی بکنند تبدیل به یک چیز اجتماعی و سیاسی بکنند به هر حال چی هستین توی مسئله اساسی همشین که ملتان دولتانی واسطه په دیگه جهان واسطه باندروچی یک هر کس باید منافع حرکت کنه شما باید تبدیل به یک چیز سیاسی ببنده باید در جامعه جهانی حمایت هم ببینید حالا جامعه جهانی آمریکا یک زمان انگلیس بوده یک زمانی رنده چین بوده مهم نه ولی ترشان باید ببندید که مثلا تو بتونه چایانی آوادی آین منافع گویی منافع همدبیتین بتونه چه استفاده بکنه به نفع وقتی مردم حالا حقوق حداقلی بیتین یا حقوق حداکثری بیتین ولی اصلا میشه که باید پایه حقوق بشری ببینید و یک کاری که به اصطلاح سیستماتیک طرف بی اچ آر جی بگیم بی سر و صدا من خیلی سکی مهمه چیزی و شی اهمیت یک بیتین و کسایی که تونند به همه شکلی باشه وبسایت برام همکاری کنن و دیگه بلوچانی که هستن مثلا خوب کسایی که هستن بازی نی که شما مثلا کار سیاسی ممکن نلوتی بکنه بلکه خود کار حقوق بشری تو نه اور بانته تو نه همکاری بکنن خبر رسانی بکنن اطلاعات بدهند و یا مثلا یک کسایی وقتی مثلا بی اچ آر جی بتون جوستش بگیری آیا خبر مثلا فلان جای اتفاق افتاد تا چند اندازه راسته تا چند اندازه درسته که مثلا چی گزارش دیگه بیتین و بعد چه گزارش دیگه هم پدا اطلاعات هم پدا بعد چک کنه و چاره گو باتین پیشش یک مثلا مردمش نیم بداتی به سازمان ملل آیش هم پدا وقتی گورا چاره انتش آیا هم آماده به اصطلاح گوشک بود
آن پدا وقتی تحقیقات کنند که کاری مثلا همین که در رابطه با سوختبران وقتی مثلا بیچارجی گزارش دادن نشستانی که بودن وقتی سازمان ملل پدا بیچارجی مثلا چیز پدا وقتی 4 تا وقتی مثلا تحقیقاتی انجام دادن رند مثلا توی مردم چیه بکنن نامان استفادهش بکنن به عنوان چی. ولی خب اگر مثلا مردم بتونید خب اندگان جامعه هم پشتر بگین جورت مردم هم گیشتر بگین مردم بتون سه اطلاعات دقیقتر بگیرید توشان بهتر و شرطر قابل استفاده بکنن پا آینده یا و هم پهنگی زمانه که بلوچستانه گا و میدابی که واجه مکرانه گوشت خب انی ملک واده حرکت و هنی چه بلوچ نیمگا و امیدوارند که بلوچان هر یکی تبوتی جاگا در مسیران مختلفی که هستند فعال و بانتین بله خب چند مشهد به بلوچستان و بیتنوشی که بلوچ معلوماتی حقوق برسید تو من خیلی یه سکی مهمی چیزی و کسایی که بیچارجی کار کنن واقعا کار خیلی خوبی انجام دیگن چون ما وقتی به هر حال به اشکال متفاوتی در جریان قرار گرفتیم مثلا هر روی چی بسلا کاری دشی و اخبار جمع کنن نویسک با فارسی به انگلیسی ترجمه کنن دیم ده یک وبسایت های منتشر کنن و ارتباطانی داره اگه تمام گرام کارانیت که مردم تمامی چوتی مرخصی ها چوتی وقت آزاد و معروف استفاده کنن که مثلا دیم آورند و واقعا قابل تشکرین امیده با که گوشک بود چی به هر حال یک دوی امدادی فکر کنم شانتی مردم امدادی که سر مردم یک دیگر را کمک کنده هر یکی و تجاوت تچیتن خب یکی دم با پداتی ها دیگر آدیر دست گیری کردی میبارتن و چون ما شو بدوشان خوب دیگه امکاناتی نیستن امکانات وقتی 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 نیروین وقتی بسیار زرن و چه استفاده کنین و 100% دیگه ببرین سلامت بش و مهربانی مال دفعات امیر بسیار گپ بزنید. منتظر ناصر جان تی باز مهربانی چه توضیحاتا وجه داد شد تر اوشات گروشو که برال باید هستی هنگه تا تو انواتی گپا تا یک دو سریع تو که پر جوسی هستی یا گپی هستی جد کن درود و مایک تو سلام پیش کنم. درود و سلام دیوان مردادار کنگوره بلوچان و دیوان کماش و واجنه که برزن نندو کن تو پاکانا سلام. امید که واش جوڑه تو شمید جد جودا باز ستای لایکن تو مام امید که گوشما رو هم کوپگی بکنیم که ایشی که بلوچستان اومن رایتس و بلوچستان حقوق اصلی چیزی جای بلوچستان حقوق شما ما شما دیما برگیم بلوچانی که اودا لطکوٹ بیگن کاتلان بیگن کتک بیگن ایشی هستین که بلوچان پا یک افسری سر کنته پرچه که وعده که اشان اسرائیل جور کو جنگ جهانی دوم چرند فهمش که جور کو که اسرائیلیان هیتلر را قتلام کتن کشتن تن بنابراین اشان ای دنیا تو که حق هسته که باتی ملکات جور بکنه همین درگتا امات ما رئیس جمهور آمریکا شتگاه کو واجه کیا سعودی ابن سعود عبدالعزیز ابن سعود ملاقات کرده ته یه گوشتی که ما لوټه دا اسرائیل جوړ بکنه ایو گوش شما اگر لوټه اسرائیل جوړ بکنه ګور شما بره جرمنی جوړ کنه پرچه را جوړ کنه نو بلشه که عبدالعزیز ابن سعود اول نزورتا اشان جوړ کو به خاطر چی به خاطر شی که اشان هیچ جاگا نیسته یا هرچ ملک به اشان قتلام کنه بنابراین بلوچستان حقوق بشر اصلی مسئله ای که باندا بلوچ ادعا کد کنه که ما را مثلا دولت مرکزی زمانی که شنا میں ملکا راجمنداری کتا حکومت کتا وغیر میں کشگا دیگه شنا هیچ نکتا بلکه بلوچ پوتی و اتواجهی و سلف دیترمینیشن تو که مثلا آنا اکت یکوی انچو که مگنده سودان شمالی جنوبی جنوبی بخاطر ایشی که اطلامی که سودان تو که بیگتا بخاطر حقوق بشر آن سودان جنوبی جور کنگا پیشروی کو اتمال کرد کو بنابراین من باز من نتوانم که شما این زرنبشت شریک بلوچستان و رای شما جور کتا و شکل شما بلوچانی تواره ما هم گوش ما را آواریم و بلوچانی تواره هر جا هستیم
ما رو درست آور بیگیگن تو هم کوپگی کنگن تو که ما رو هر سازمان سیاسی ببیته بلوچستان حقوق بشر می پاکنین چه زرنبش چه استمان چه راج اتفاقی چه دیگه سازمان سیاسی که هستن بلوچستان تو که بعد این گله تو که هم کوپگ ببته و وقتی جلد جدا دیما ببره و وقتی راج وقتی ملک مردمان توار بره من نتوانم چشم درستانه که دیوان برزیتا آوند باوته سلامت قاطع دیواز مهربانی منت والا جان. وجه ما موافقت وجه رسول بیارن دیما برزا واجه رسول یک مسیجی نوشته بلوچی تو که من شهر متوجه نفتوش که بلوچستان لحظه اما اوایل انقلاب لحظه شهید کنک بیته رژیم دستر یعنی شانی که شهید کنک بیته هم کشی کابرانه ترویج مرچی گارن چون که نوشته واجه اشکان و دیگه یکی شیخ محمد زیندینی ایشانی گوشی که هرچی چیزی شما کاری کتا دننا که ایشانی که مثلا بلوچستان تو که کشک بیتگن تو یه ناحکی ایشانی که بود درگی جگ و من یلا همچین چیزی هایی چی کتا گر یلا کسی هستین یه بار کاری کتی و که مثلا یه بار کم توضیح بدن و من واسه ولی چی من شهرم چی نبتم من نزانم که چونکایی کار بیگن در من چی چیزی بیگن دیگه یاد دیگه یعنی بگیر چه بلوچان دیگه یه دیگه را این کاران کنگان که مثلا کابرانش در بیگن بله فکر نکن جمهوری اسلامی مردمانی کشته هم کابران پدا مردمانی چی مردم زندگی هم برای چی کنته بله پدا هم وجه جوست وجه رسولی اگه کسی اگه چی هستن تو انیتی اینگه پاسوی بدانتی منت و ملک جان اجازه ها برای من مگه تر اجازه هست سلامت باشه. من نتوانم ملک جان من با سوال سرپد نبودم بله اگه چه بیه چارجی نمیگن تا گپشن که ماتی کوششن کنی هر ودی حال اول بیه چارجی سر بی مطمئنا مای سر کار کنن و آیه کلی چیه خبر تا جایی که پکای کنه یعنی چه منابع موثق مایه پکا کنه که خبر موثقه ولی مسئله اینه که اگه وجه رسول هنچه جسته هست و هنچه فکری هستی که موضوع سر کار کنه بی اگه خبری موثق این چیزی هستین گروه ما را یه اطلاعاتم بدهند که گروه ما بیه چارجی تو کشی بحث کنه و بتوانی که اخباری چه بلوچستان در بگیجه مطمئنا این موضوع سر هم توانی کار بکنه یعنی ولی انگا کار سلامت نبوده باش. این موضوع سر رسول پدان یک چه کاری مسیج مواتم شر چی نمیتونم بله پدان یک چیزی لگتی که هاو کاب تراکتور کنه بیتگم برای ساکن نواشنگا پیک جمهوری اسلامی مردم تی باز من نتور منصور جان من یلا تی توارم واجه رسول عشق تو واجه ناصر تی مایک پچین صد دوستان شادی که برای یا کسایی که شهید بودند تو رژیم اعدام کتگند و متاسفانه شیعه که حساب کتابی که همیشه رژیم تو که بوده و خب این سکین مهمین گپیند که اشانی به صلاح حداقل گوشک بود کبرش و خانوادیانی واسطه پا آنی که طرفدارانش و ما قوت شان جای آتگند و مثلا معلم بودگند و دوستم بودگند و هم برابر بودگند سک مهمه که مردم بزانند بله خب متاسفانه مشهود روزانه که رژیم واسطه چی چیزان آدم مهم نه ولی خب یه باید کمپینان یعنی که باید ببندید و امیدواریم که کم کم ما به اصطلاح سازمان بشر بلوچستان یا دیگه کسایی که در یه زمان فعالیت کنند همیشه یادآوری بکنند که شان چی یاد مروند چون اگر شان مطرح کنگ مبندن و یادآوری کنگ مبندن متاسفانه ظلم گشتر بیتن یه سک شهر که شان همیشه هم یه دفعه خواجه رسول دا یادآوری کتگند دیمترا هم حتما طرف به صلاح سازمانان دیگه عذاب دیگه مطرح کنگ مبندن که مثلا همچه اتفاقانی کرده و یه در واقع نقض و بشر خانواده آنه آین چوکانیگی آین ماتپتانیگی برادگارانیگی
یا دی کسایی که آینی دوستند که مثلا لوتن یادآوری بکنن بزانن برامد کابره سر توی که بحری چمشم انسان زندگی همشین. ولی متاسفانه با توجه به نقض حقوق بشری که ایران تا مردمانی که زندان این گانگورن تنو اتفاقانی که پگند همین چون بازی کتن یه رژیم ها که یه چیزانی متاسفانه عادی کتن. ولی پدام سعی مهمه که شان فکر واجر رسول یادآوری کد یادآوری کنه گوانت حداقل همیشه که مشابهت هم بازی ممکنه شان باید اصلا فکر نکنه که مردم فکر بکنن بزانتین که چه ظلم و جوری مردم ها هستین تا مشم کابران هم نگریتین چه برسی مشم جریندا حالا شیطان کامشون بلوچستان این خوب متاسفانه تمام ایران بازی مردمی همه دارن ولی خاص بلوچستان متاسفانه چه مشکل بازی حد کده و باید شواجه رسول تشکر بکنه که هم چیزانا بری یادآوری کنن. سلامت. مایکرون تو دیگه بدین. سلامت باد مهربانی و ناصر من شهر شکر باز مهربانی وجه ناصر به درستی گپ گشتی به هر حال دم گنده مردم روچانی مثلا یک شنبه لای مرک تو کلا دی مرکان تو کا پشنبه مثلا وتی کماش دنیا شتا میں خانواده مدام روتے قبر سرا و کماشگا به هر حال این انسان حقی نه چو بیا نشان یا یادگاری که این نمونه انسان توانی روتے ہیں ودا به هر حال وتی نزدیکی از دست داتے ہیں گوایا هر کسی یک باور یا انسان بعد انسان باور احترام ایر بکند چونکه آزادی و دموکراسی همین چیز دگوشی واجه ناصر به درستی الگوشت دیگه گپی هستی چه حقوق انسانی حق انسانی و خون انسان هیچ وقت نباید شموشک ببین چونکه آیا بر اساس اقتضای زمان که زمان چی گشتا قدرت چطور بیتا زوراکی چطور بیتا و بلوچ چوک چطور کشک بیتا ایشا میں واسطه ایکسکیوز نہیں ما فقط همیشه زانه که بلوچ چوکش کشتا بلوچش جتا بلوچش بندی کتا بلوچش اعدام کتا الان زمان اگر رضا بزرگ زمانک بی شهر یا همینی زمانک بی شهر یا حامنی زمانک بی شهر یا هر کس زمانک بی ما ایشان اگر جمع بکنی ایشان ڈاکیومنٹ بکنی یہ بلوچ کشتیاں زمانے کے بلوچ ٹیریٹوری کلمرو آئیے حملے کنک بیتا و ملت و نیشن غیر بنیادی حسابیتو کا جور کنک بیتا اگر ہما خونا ہما لحظیاں چی مشروع کنے بے جماوری ما به اندازه یک ارتش خون داتا ما به اندازه یک ارتشی به نسبت به وقتی جمعیتا یعنی آرمی اندازه ما خون داتا مارا خیابانان سرجتگش مارا تیرش کتا مارا بورتگش اعدام کتا هر نمونی یعنی کشت و کشتار بلوچ چوکا تجربه کتا بلکه دنیا تو کا هیچ کسا به روش های مختلفی کشتار تجربه نکتگا بلکه بلوچا به هر نمونه تجربه کتگا یک دکتر ناکارآمد یاد کا مارا کتی موش آزمایشگاهی متوجه نه ایشان درستا بله هنی واقعا ما باید تشکر بکنی چی واجه منصورا و ای سنگتان بانوک سبایا ایشان که همه حیالی که من ذهن تو کا میشه هستند موشا کاش کی که ہما روچ اولا چه ہما زمان کاجارا چلا ہما زمانی که صفویانی زمانگا اتکا مارا مثلا کشتگش به آتیما به خاطر دینش کشتا انراندا مردگی نمونه کشته کاش ہما ٹیما چه شروع کتی به ڈاکیومنٹ سازی ما دنیا پیش داریں کہ اگر شما گوشی حقوق بشری اگر شما گوشی کانسٹیٹیوشن ای مبنا باید حقوق بشری بیتی یک که چه مصدرین بندان حقوق بشری اولی بندنی که انسان آزاد به دنیا اتکگن تو عقل و وجدانش هستیم و این انسان نباید فورس کنک ببنتیم ایشان نباید کشک ببنتیم مروچی بلوچستان که سو دیمین ما هم لوٹے برای یک زندگی بہتر ہمیشانی واسطہ مروچی میں سازمان های حقوق بشری ہمیں کار کے سنگت کنگانتی ایشان بسیار کار بزرگند ایشان مارا رسانانتے به یک کانسٹیٹیوشن که او ده عزت و کرامت انسانی بلوچ و دیگه راجع حفظ بیانتی ما همیشه واسطه واجه رسول گپ درسته گپه بله نی ما واجه رسول گپ جا من چاره که واجه رسول واقعا هنچین گپ جا که ما چاره دا زندگی مردما چوکلوکان جنینا که ادا حقوق کودکان هستین حقوق زنان هستین این حقوق کودکان زنان هم زیر پایش داشتن ایشان با هیچ کس رحم نکنگا نی زندگی مردما هم رحم نکنگا نی کمالو مردم فکر کو که واجه چون جستی کو بله واقعا واجه یک جست بجاهی جستیه پا حقا به هر حال بگذارین اصل مطلب چیه اصل مطلب بشند که
همه کاری که ما شما کنینی پا نویسک، پا خبر، پا دیوان، پا گپ واجه یعنی کار بانوکانی کار قابل قدرین. ما باید اشان دلبردی بدیم، اشانی باید همراه ببین. اگر هر نمونه ما شما تونه کمک بکنی، چون مرچی یا چیزی هستن گوشن که سازمان های بلوچ راج حزب کارش به صورت قوی نہیں وجہ تو کہ وقتی ایراد گرے تو وقت بچار تو چیچو کمک کد کنه. احزاب سیاسیه نیاز به کمک مالی است. احزاب سیاسیه نیاز به کمکی هستند که تو شر نوشتن که یه واسطه بلکه. احزاب سیاسیه نیاز به اکادمیک مردم هستند که آیا شر تغذیه بکنن. احزاب سیاسیه ہوتی ہے تغذیه بکنن. نی تو دستا ہوتی دلا کن و تارا جست بکن که تو کجام کارا شره. تو چطور تونه ہوتی حزب سیاسی کمک بکنه. تو تونه ممبر ببه یا تونه اواداری ببه یا تونه تو اصلا بنوان یک بلوچ راج بنوان یک بلوچ چوکه تو تونه ہوتی احزاب سیاسی کمک بکنه. مروچی ما شما وقتی احزاب سیاسی نباید تنها بله به هیچ عنوان. همیشه که مرچی حزبی که دیوان کنته ماشون دیوانن تو کا کای یکنو کمک کی یعنی تو کایان گپا گوش داره. به هر حال ماشون باید وقتی پارتا بازی بکنی وقتی رولا بازی بکنی و من زانا که بلوچ چوک وقتی رولا زانتی ماشاءالله ما که اشهر بازی کنته فقطشه که ماشما یک جا ببین. سلامت صوبه باتا باز واش و جواز واشه گپ سلامت باته تی باز مهربانی و منتوار دیگه باز مهربانی وانچو تی وانچو مهمانان که راحت کمرو چوتی وعده داد و ما آخری جو سارم کنینی بلی یک بک چنل مسیج داد که یه درستی که رپورتانی که چیه بیگان چه کمپین معتبرترین جا چه گفتن دوزی بگم من یلا ای بی اچ آر جی یا گمان یا یه دیگه بلوچ هر که یه دوزی که سکی شهر دوزیه که برال تواری چه دیگه چیز کم بار رسینی تی یه دوزی مثبتین دوزی وجه دوزا پی تو اشیا چیه مبی که گوشی یسودم من یلا کاش که درست ما همی دوزی کت بکتی ما را همی دوزی جاگا بیتی تی باز منتوار که چه تی مسجا من روم دیگه مهمانان نیمگو بانوک سبا و ناصر بانوانی و منصور که اگه شما گپی چیزی هستش شما دیوانه مهمانت و شما بود گپ آخرین بجنه و دیگه کم کم آرین دیوان دیگه سه دیگه پش گپته که دیوان بنده نو برال مروچی سکین واشی دیوانیت شما باز منت و انچوکا و گوشدارو کنی که جهلان اشتگتن و تی وعده کیمتی اندازات کم گپ گوش کتا. سلامت باد شوارا مایک فرین شما تو هر کس بانو سبا شما یکی یه وجه منصور گپ منتوار ولی باز مهربانی تی ما فقط ای جوستی من نچارته ما فکر کنم بودم مثل جان تو که یه بک چنل گوشنتی تو گوشت که ای اخبار اگه کمپین اگن تا اگه هر جای اگن تو بله ماشماشی بزانید که بلوچستان اخبارند تی اخبار سوشیال میدیا تا کایند یا بری وادی مروته هم چوشن که بی اچ آر جی مردم هست داخل فعالین بلوچ مرا ارتباط هست و ما بری وادی اخبارن چامو گیره بل اخبارانی که بری وادی ما دستان آیند ما را یه اصولی هستن زنه ما یک پلتفرم سیاسی نه انتشیه شهر بزانید که ما یک پلتفرم حقوق بشری این و نوشتان که حقوق بشری هم نسبت به نوشتان که سیاسی کاملا فرق کنند و بخاطر همیشه و که ما لوتین نوشتان که بلکیم به زبان حقوق بشری ما یه نویسن و پددیم ده یعنی اخبار مروچی چه هر نمیگه ما رو رساند ولی مهمترین چیزشن که اخبار ما که بی اچ آر جی سر بیتا مهمترین وظیفهشن که اخباران ما بتوانه راستی آزمایی بکنین ما نزانه هیگا پشتو بکنه ما بتوانه ایشان پاکاو بکنه که اتفاق بوده کپتا ملک توکا و یا برا ما بی اچ آر جی توکا کارینو و ادام کنچو سنگتن گوشت ما مهمترین هدفشن که یه اخبار یا جا کنک ببند تو به صورت گزارش کنک ببند یه اخبار چه یا کمپین بیتنگت ما مطمئن بید که وی اچ آر جی ما را یه وصول اخبار لکه یا گزارش لکه هسته که ما لکن که به گزارش مثلا گروه حقوق بشر بلوچستان به نقل از مثلا فلان خبر رسانی ما یه اخبار گفته بله مهمتر وظیفهشند که ما بتوانیم اخبار راستی آزمایی بکنیم پکا بکنه که اخبار
پاکای دی نقض حقوق بشر پاکا اتفاق کبتا گروهی گزارش ما پخش کنیم پرک نکنتی گزارش چه کجان خبرگزاری بلوچی اتکه یا کمپین بیتا یا اودا مشما گشتر وظیفه انت بلوچانی که بتونه اخبار ماشما هرچی زیدتر و سریعتر و مستندتر و مکتوبتر بتونه شنگش بکنه و یه اخبار هم زن فارسی تو که یه اخبار مسلما کاهند و هر کس ماشما گنده که سوشال میدیا تو که اخبار به صورت فارسی هست ولی ما کم بود یه اخبار گزارشات انگلیسی هم که ما بتونه سازمان حقوق بشری بین المللی اشن سرپد بکنه و ما وظیفهش این که بتونه یه گزارش انجام بکنه و ترجمهش بکنه به صورت انگلیسی و ایش هم وبسایت تغییر بکنن و هم بتونه که معایانه نیوزلتر که ما را هسته ایش آن نیوزلتر تو که بیارین تو و ارتباطاتی که ما را هستن با سازمان های حقوق بشری بین المللی به صورت معایانه یا رپورت 6 ماهه یا سالیانه ما بتونش را بدین و ساید ایونت هایی هم که سازمان ملل تو که اتفاق کپند و ما چه همین گزارش استفاده کنین و سنگتانی که روان تو شرکت کنه ساید ایونت ها چه همین اخباران که بی اچ آر جیشان رپورت کنگین همیشه استفاده کنیم و مستنداتی که ما را هستند ای استفاده کنگ با بیارال ما لوٹش یا ایده بوگشند که اخبار دوزی کنگ نبید اخبارش این که اخبار هنیشنگ بیگن ترجا مش وظیفه این بلوچانی که ماش ایدا فکر میکنند که اخبار یکیات که اخبار به صورت اکسکلوزیولیت که چی وشانتی اکسکلوزیولی خصوصیت که فقط آیی وستن اخبار مش وظیفه این که ما شنگ بکنن و سجن دنیا یا حالا سرپد ببین من اتوار میتونم فاصله کم چیز اضافه بکنند که بی اچ آر جی لاتی وظایف هستن که خوشبختانه اصول حرفه‌ای که یک سازمان حقوق بشری باید رعایت بکنه خوشبختانه بی اچ آر جیشن رعایت کنه من نتوارم اگه اجازه بدید من فقط 2 کلمه یه موردتونو گپ بکنم. من سک متاسفم که واجد 2000 ای برداشت هسته پچه که واقعا مصیبتی که مشمه بلوچستان هسته آهونی که ودا رچک بیته اشی چیزی نه این که ماشما بننده در سری مسابقه بلن که ای اخبار ای خبر چه کجا یهده و که اول نوشته و که رند زورته حقیقتا ماشما تا جایی که تونیم باید بتونه همدیگه رو کمک بکنه پچه که یک تواری ببین پوتی مردم ها گذشته اشی چه بهتر اگه کمپین بلوچ هم همه اخبار تو انت بالاخره برسینید و بی جارجی هم درست همین خبر را رسینی گره ایشی فقط ثابت کنتن که یه خبر ثبوتی هستن یعنی چیزی نه این که کسی گره یا اطلاعات اشتباهی نه و اشیوتی هم شهرین گپی من امیدوارم که اشیا ما یا مسابقه په همدیگه مکنه بلکه ایشی که بتونین گو همدیگه همکاری بکنن و همدیگه را یاری بده منتوارم شد سلامت باد دوزافی وشگه که آیا دیگه کلمه گشتین چه کتگت من برال شنکه من یلا ما تا یه وعدی که من بیه چارجیه یا که یه دیو سنگتانی که کمپین کار کتا من یلا همیشه کمپین همکاری بتا و نزدیکی بتا و هیچ کسا چی نیست واجه بهمنم یک مسیج داده که واجه بهمن دیوان الاس بیگیم بله نوشته ایتی که این دوزافی کیه که کاسه داغتر از آش شده مدافع کنم نزانیم برای آوتی نامه نکنه گین و دیگهشن که برزم نیاد که آیان چو آوتی مسیجی بودا نوشتگت آی دیگه وقت بزانته که اینه آی وقتی بلکه مستعاری نامنی برای دیگه شما باز مهربانی و منتوار ساکن واشی دیوانیت و ساک واش دیما شد و شما درستانی مهربانی و منتوار خدا که من رچیوتی باید و داد و هات که برال واش اینه که واشی یا چیزانی که ما را جست کنگیتن تو جهلا هم کسانیش کنید و واشی توضیح دادن و سلامت باته
و برحال دیگه ما شما دیوانه کم کم بند کنه که ساعت 10 میشه تیم بیته و 14 باسته چه میشه بعدا دیگه شما کسی گپی نیست برو دیوانه رو بند کنه. سعید جان برو دیوان تو چیه بکن. مهربانی ملک. من فکر کنند اگر سخنرانان آخرین خبرش هسته تو نه خبر مطلب بکنند، ولی چیزی که همچوش که بانوک سبا هم تاکید کو، همچوش منصور هم تاکید کو، بلوچستان هیومن رایت گروپ پلتفرم یک پچه پلتفرمی هر کسی گو هر عقیده گو هر مرامی گو هر دیدگاه سیاسی توانت گوی پلتفرم همکاری بکنتن و در رابطه با نقض حقوق بشر te بلوچستان بگین کار بکنته. اگر کسانی که لطفا همکاری بکنن در رابطه با گزارش نویسی، گزارش دهی، نیوزلتر، ترجمه و هر مستندات دیگر هسته توانند اون بلوچستان هیومن رایت تماس بگیرن، پچه که لینک مستقیم بلوچستان هیومن رایت گو گزارشگر ویژه سازمان ملل که در رابطه با ایران هسته و هنچوش که بانوک سبا هم گوشتی تا دوشی جلسهش بوده گو جاوید رحمانا و گزارشانی که لازم بوده داده گنتش و هنچوش که نیوزلتر ماهانه هسته هم تهیه کنن دیم دهن، ولی پدا هم با وجودی که چند نفر کارن در این زمینه پدا هم احتیاج به نیرو هستن، احتیاج به کمک هستن در زمینه‌های مختلف تا بتوانند گزارشان را حداقل بهتر بکنن، تو تنظیمش بکنن، تو دیمش بدن به ژنو و نیویورک و یا اینکه سازمان ملل یا جای دیگه. بعد خب افراد مختلفی بلوچستان هیومن رایت معمولا در زمانهای مختلف نمایندگی کنند و هر کس هم غلطی در شرایط هستیم تا نماینده بکنند خود توانند سعید اوینت هم شرکت بکنند و شیم از این کمکی بودیم به بلوچان که کاران دیم آورد. کاران البته یه گروپ معمولا کار سازمانی یافته کده و یک بنیه یک زمینه فراهم کده که تواند گزارشان به شکل تکنیکی که لازمند تهیه بکن تو دیم بداتن، یعنی به شکل جامع و درستی و با توجه به تجربیاتش که هستیم توانند خود تجربیات منتقل بکنند به افراد جدیدی که وارد یک گروپ بیان که بتوانند کار بکنند در شرایط های مختلفی. و هنچوش که ناصر گوشت معمولا خودشون کاران ممکنه تا یه مدتی معلوم کار که پدا خسته بو دیگر یا کار بهودگیری پدا شی همچه ادامه ای هست، یعنی کارا معمولا ادامهش هسته و سخت مهمه که یه پلتفرم که شهر بوده 2014 تا مروچی هنچوش افراد مختلفی عهد کار کنند و افراد جدید هم باید بیاند که کار بکنند و شین همچوش ادامه ای هستین. وبسایتی هم لینکی هستین توانه وارد وبسایت بی ایتریک وبسایت هم توانه گو ایمیل و یه دیگر ایمیلانی که هستین گزارشان ها دیم بزنین که تماس بگیره در رابطه مسائل ها. دیمی هفته هم مهمان البته در ولی رحیم بندویه گپوتران هم در رابطه با حق حاکمیتی، یعنی در واقع بحث سیاسی. یه برنامه این شکلی بحث حقوق بشری بوده. حقوق بشر معمولا باز جنجالی بقول من رو کمتره ولی مسائل سیاسی جنجالانی گشترن. پدا دیمی هفته می گپوتران در رابطه مسئله بحث حاکمیت که همیشه یه مسئله مطرح بوده، حاکمیت ملی چیه، حاکمیت چیه و البته بعضا یه مسئله بارا دفتران بوده ولی پدا هم دیمی هفته یه بحث ما هم همین روما ادامه دهیم. منی حالا اگر وجه ملک ماک در اختیار شما اگر بانوک سبا چیزی هست اضافه کنن تانت اضافه بکنیم بعد مشم دیوان تمام بده. سلامت با تو واجه محمد دیواز منتوار
نمونه گپی نیستن و بانصبا اگر گپی هست تو گپ بجن و اگر نه برو ما دیوانا بندی کنین. سلام. فقط همشی که منتوارم که ای دیوانو هشته و شی که ما تونتیم از در مورد BHRG خبر بکنه و اطلاع رسانی بکنیم په شما منتوارم. سلامت باتکی باز مهربانی همچون شما دیگه میمانانی سلامت باته شب شما باش. منصور جان پیل کن که تا گپی کنگاته و من من نتوار آخری وعده تو منشور وعده نگیرم ولی لوټه باز چې سنگتانی مهربانی جودی که شما کتو انشپی لوٹت که BHRG هم یادا به منوشم پروموت کنک بیوی بله یادآوری کنک بیوید که مشم بلوچ راج درد و زحمت سک بازن و ملوٹیشیا چه مشم خدمت بگشند که مارش پلتفرم هستن فقط کوشش بکنند که یکم یک دیگر کوپک بدن که مشم بلوچ راج مشکل بازن بلکه سجن سیاسی پلتفرمان تو که نتوانن کار بکنن بله مسائل حقوق بشری چیزی هست که این درد متاسفانه جامعه تو که سک بازن بلوچه شاگرد تو که درد هستین درد اگه ماشما پیریات مکنه دیگی یا دیگی قوم راج ماشما گنده گند که آیا اینچو توان هست طاقت هست مدیاش هستین که توانت تو تیه برا به هر شکلی توانت برسینن بله همت بکنه مارشما رو توان هستین هم بلاز تخصصی هم اشین که هندگی نوکی نسل باور بکنه ما فکر کنن که مارشما کم اراده بکنه نوکی نسل کم یعنی کمکش بکنه که بتوانند همراهی بکنند یعنی مارشما را اگه پلتفرمی هست که شاید هم لات احساس کنند که مسائل سیاسی پایان سنگین تو یکم مشکل بله مسئله حقوق بشری یک چیزی که من فکر کنم که ما شما را تمام اینا ایشی سر کم دقت کنه لوٹیو کار کنه لوٹیو بتونه این موضوع گیشتر فکر بکنند که اگه اتفاقی بلوچستان تو کپی اتفاق حتما چیردنگ مبید تو یا رسانی کنک ببید تو یا پخش کنک ببید تو و به نحوی گو سازمان حقوق بشری مخصوصا گروه حقوق بشر بلوچستان همکاری بکند و این حال ما رو برساند و اگه پکا بکند یا حال پکا این بلوچستان تو که ملک اگه یا حال پکا ما رو برساند که ما بتونیم در اولی فرصت بتونیم گزارشان تهیه بکنیم من اتوارم فقط لوټه چه سنگت محمد هم تشکر بکنن که به صورت تفصیلی تو BHRG باریگا گوشت که BHRG کارن چون کنگین تو کار به صورت سیستماتیک بگند و تو بازین پیش من نمیگه سبکتر کو BHRG و BHRG تنها منو بانوک سبا و یه دیگه سنگت نه یک تیمی هست به هر حال BHRG یک تیم کار کنگین پشته و سنگتانی اخبارانی که شما گنده که شاید هم شما ندیستگن بله رپورتانی که راوگن سازمان ملل از طرف گروه بشر بلوچستان یا همکاری هستنش پشته براتوگار نشتگن تو هم فکری همکاری کنگن مسئله اشند که ما را یک کم بلاحظ ترجمه تکنیکی یعنی انگلیسی هنی خوشبختانه بانک سبا و بانک منیره هم دانن تو بانک مریم بازنگواری و براتی هستن که بلاحظ انگلیسی ما را مشکل نی بله اشن که کار کم سریعتر پیش روان و ما بتونه هم وقتی پلتفرم هم وقتی وبسایت هم ریپورت نزیتر تیار بکنی سنگت اگه امکانی هست که لوٹی گو ما همکاری بکن من BHRG email contact@bhrg.info ایر کد هم در باک چنل تو که سنگتانی که لوٹن گو ما همکاری بکنن ما را پیام بدن تو ما بتونیم گوهن تماس بگیریم منتوارا باز مرک چانی دیگه سنگتانی باز مهربانی که شما HP دیوان داشت الله باوتت سلامت باد سلامت باتش و سجینان منتوار دوستان مهربانی دیگه سعید جان تا اگر چیه دیوانا دیگه بند کنه اگر کسی انگت برای اینجا سرکن اگر گپی هستن که گوشگی این شو گوشت کنه آخری گپ یا نه که من دیگه واجه سعید دیگه دیوان رو ما بند کنه سلامت واجه سعید تو دست گرتت